آوای بوف تقدیم می کند. خاطرات یک تبعیدی، شاهکار عزیز نسین، ترجمه رضا همراه، راوی مهسا بدیعی، ادیت فنی قاسم غرداغی، ناشر آوای بوف. avayaboof.com. سخنی کوتاه درباره نویسنده. عزیز نسین یکی از چهره‌های معروف ادبی جهان است که آثار طنزآمیز او در اکثر کشورهای اروپایی طرفداران زیادی دارد. جالب توجه این است که عزیز نسین ابتدا در خارج از کشور خودش شهرت یافت. اولین بار در مسابقه بزرگی که به سال 1956 بین فکاهی نویسان 127 کشور در ایتالیا انجام گرفت، داستان حمدی فیل عزیز نسین برنده جایزه اول شاخه طلا گردید. سال بعد نیز در یک مسابقه بین المللی که در آلمان منعقد شد، داستان جشن افتتاح کارخانه جدید او موفق به اخذ جایزه اول شد. برای بار سوم کتاب موخوره او برنده جایزه اول گردید. عزیز به سال 1915 در استانبول به دنیا آمد. مدتی افسر ارتش بود. بعدها از کار ارتش کناره گرفت. مدتها کارهای مختلفی انجام داد. فروشنده شد، مهمانخانه چی شد، چاپخانه درست کرد، ولی هیچ کدام زیادی دوام نداشت. تحصیلاتش را در رشته مهندسی و ساختمان به اتمام رسانید، ولی هرگز از این رشته تخصصیش استفاده نکرد. بالاخره به رشته اصلی مورد علاقه اش روی آورد. به کار نویسندگی پرداخت و آثارش را با امضای مستعار دهاتی در مطبوعات ترکیه شروع کرد. در سال 1946 با همکاری یکی دیگر از نویسندگان ترک به نام صباح الدین علی روزنامه مارکو پاشا را منتشر ساخت که خیلی طرفدار پیدا کرد. اما عمر این روزنامه هم مثل سایر کارهای او کوتاه بود و در اثر مقالات تند و آتشین عزیز خیلی زود تعطیل شد و خودش نیز به زندان افتاد. بعد از رهایی از زندان کار نویسندگی را با علاقه و پشتکار زیادی دنبال کرد. اکنون در حدود 30 سال است که منحصراً از این راه زندگیش را اداره می کند و در این مدت نویسندگان بزرگی در آسمان ادب ترکیه درخشیدند، اما هیچ کدامشان عزیز نسین نشدند. دید سالم و روشنی که عزیز دارد امکانهای وسیعی برای او به وجود آورده و موجب شده است با اینکه زیاد می نویسد هرگز تکرار مکررات نباشد. عزیز زبان فرسوده ادبی را که دست و پاگیر بود کنار گذاشت. زبان ساده مردم را برگزید و از منبع سرشار ادبیات ملی هم غفلت نکرد. اکنون هم با اینکه سنش بالا رفته با پشتکار و علاقه فراوانی می نویسد. نه تنها داستان و رمان، بلکه شعر، نمایشنامه، چرت و پرت و هرچه به زبانش بیاید. با اینکه از این حقیقت گویی ها لطمه فراوان دیده و بارها به زندان افتاده، اما باز هم می نویسد. بچه یتیم نافش را خودش می بره. عزیز نسین برای 4مین بار برنده جایزه اول داستان نویسی بین المللی شد. ملا نصرالدین یک روز توی بیابان حالش به هم خورد. گمان کرده مرده. روی زمین دراز کشید و منتظر ماند تا دوستانش بیایند و جنازه اش را ببرند. اما هرچه انتظار کشید کسی به سراغش نیامد. از جا بلند شد و به خانه اش رفت و به زنش گفت: من مردم و توی بیابان در فلان جا افتادم. اگر تا شب نیایید جنازم را نبرید
گرگ‌ها جسدم را می‌خورند. بعد از گفتن این حرف‌ها دوباره رفت توی بیابان، سر جایش خوابید. زن ملا شروع به گریه و زاری کرد و رفت پیش همسایه‌ها و با التماس گفت: شوهرم مرده و جسدش توی بیابان مانده. همسایه‌ها پرسیدند: کی اومد مردنشو خبر داد؟ زن ملا جواب داد: بیچاره شوهر غریب من. کی رو داره که بیاد خبر مرگشو بده؟ خودش آمد خبر داد که مرده و توی بیابان افتاده. وضع نویسندگان و هنرمندان چیزی شبیه به همین ماجراست. اینها کسی را ندارند که حتی خبر موفقیت آنها را منتشر کند. عزیز نسین هم خبر موفقیت آمیز اخیرش را خودش برای رفقا و دوستانش آورد. اصل خبر این بود: بلغاری ها یک مزاح نویس مشهور دارند به نام آلکو کنستانتینو که در جوانی قربانی یک سوء قصد شد. مجله معروفی که در صوفیه منتشر می گردد برای تجلیل از این نویسنده هر سال مسابقه‌ای بین نویسندگان فکاهی جهان ترتیب می دهد. در مسابقه امسال که در شهر صوفیا تشکیل شد، بیش از 300 نویسنده از 11 کشور جهان شرکت نموده بودند که با همه امکانات و وسایلی که برای پیشرفت آنها فراهم بود، عزیز نسین به اتفاق آرا برنده مسابقه اعلام گردید و مدال خارپشت طلایی را بر افتخارات گذشته خود افزود. مشکل طنز نویسی. از این جهت میخندم که نمیتوانم گریه کنم. لورد بایرون. طنز نویسی بیشک مشکل ترین رشته ادبی است که کمتر نویسنده‌ای میتواند در این راه موفقیت شایانی کسب کند. کار مزاح نویس‌ها درست شبیه عملیات یک شیمی است. همانطوری که یک دانشمند شیمی داروهای تلخ و سمی را با هم مخلوط می کند و بعد از مدتها تجربه آنها را به محصولی شیرین تبدیل می نماید، طنز نویس هم از اضطرابها مزاح درست می کند. طنز نویس اشک چشمهایش را به صورت قهقهه در می آورد و به دیگران تحویل می دهد. چطور یک انسان هنگامی که دوای تلخی را به دهان می گیرد و از شدت تلخی نمی تواند دوا را فرو ببرد آن را به زمین تف می کند؟ طنز نویس هم که نمی تواند دردهای اجتماعی را هضم کند و تحمل نماید، می خواهد آنها را از خود دور نماید. اما مزاح نویس‌ها چون آدم‌های با تربیتی هستند و نمی‌خواهند کوچه ها را کثیف کنند، به همین جهت چیزهای تلخی را که در ذهنشان هست به صورت مردان کثیف، زورگوها، دشمنان خلق و دیکتاتورها تف می‌کنند. چاپین، معروفترین دلغک ایتالیایی که چند سال پیش مرده، یک روز پیش پزشک روانشناسی می‌رود. به دکتر میگوید: دکتر، مریضم. از هیچ چیز لذت نمیبرم. سال هاست که نمیتوانم بخندم. خندیدن را فراموش کردم. همه چیز برای من تحمل ناپذیر شده. چی کار کنم؟ پزشک جواب داد: منم یک روز مثل شما بودم. رفتم سیرک. از تماشای حرکات دلغک معروف و بامزه‌ای که آنجا کار می کند حالم خوب شد. به شما توصیه می کنم چند بار پی در پی به دیدن این برنامه بروید. مریض دست روی سینه‌اش می گذارد و آهی طولانی می کشد و می گوید: دکتر، من همون دلغکم. مزاح نویس‌ها هم درست همین حالت را دارند. به همان اندازه که نوشته‌هایشان برای دیگران موجب تفریح و خوشی می شود، برای خودشان به قیمت جوانی و زندگیشان تمام می گردد. توضیح این که کتابی که الان دارید می شنوید در واقع در سال 1400 شمسی اجرا میشه. چیزی در حدود 45 سال پیش این کتاب نوشته شده.
مهمد نصرت معروف به عزیز نسین در سال 1915 در استانبول به دنیا آمد و در سال 1995 در سن 79 سالگی از دنیا چشم فرو بست. شهر بورسا، کتابی که آماده مطالعه آن هستید داستان و افسانه نیست. خاطرات تلخ و شیرینی است که برای نویسنده اتفاق افتاده. به خاطر نوشتن حقایقی از زندگی انسانها و انگشت گذاشتن روی مفاسد اجتماعی خجالت آوری که گریبانگیر مردم است، نویسنده را به بورسا تبعید می کنند. برای اینکه هنگام مطالعه این داستان بورسا برای شما ناشناس نباشد، تاریخچه مختصری از این شهر را به نظرتان می‌رسانیم. بورسا یکی از شهرهای قدیمی ترکیه است که در قسمت شمالی دریای مرمره واقع شده. این شهر را یکی از امپراتوران قدیم به نام بتنیاپورسیا بنا کرده و اسم خود را بر روی آن گذاشته. در سال 1326 مسیحی مدتی پایتخت امپراتوری عثمانی بوده و از آن دوران اقتدارش آثار تاریخی زیادی در این شهر باقی مانده است. به خاطر چشمه‌های آب گرمی که دارد، هر سال عده زیادی جهانگرد از این شهر دیدن می‌کنند. معروف است ملکه بیزانس برای معالجه درد روماتیسم خود مدتی در این شهر ساکن بوده. به علت آب و هوای سرد و یخبندانی که دارد، در زمستانها محل اسکی و ورزش‌های زمستانی می باشد. به مناسبت روز نجات بورسا از اسارت یونانی‌ها هر سال روز 7 ژوئیه مراسم جشن و آتشبازی مفصلی در این شهر برگزار می شود و به مدت 1 هفته تمام مردم شهر از کوچک و بزرگ در این جشن شرکت می کنند. اینها هستند آنچه سایر جهانگردان و مسافرین در این شهر از نزدیک می بینند. ولی آنچه نویسنده در متن داستان برای شما مجسم خواهد کرد خیلی عمیق‌تر، تماشایی‌تر و دیدنی‌تر از این هاست. در انتظار ورود یک شخصیت بزرگ. آغاز کار خیلی عجیب بود. اتوبوسی که من و 2 نفر مأمور مراقبم را به شهر بورسای آورد، جلوی دروازه شهر توقف کرد. مردم شهر میتینگ بزرگی برپا کرده بودند. مأمورین نمیگذاشتند اتوبوس‌ها وارد شهر بشوند. آخر آسفالت از اتوبوس پیاده شدیم. دستهام توی دستبند بود. تمام اساسیم توی یک پتوی کهنه پیچیده شده بود. خدا ازش راضی باشه. یکی از ژاندارم‌ها کمک کرد اسباب‌ها را گذاشت روی کولم. چون مچ‌هام توی دستبند بود، به زحمت میتونستم با انگشت‌هام کوله بارم را نگه دارم. 2 ژاندارم‌ها هم تفنگ‌هاشون رو کول گرفتند. یکی طرف راستم، یکی طرف چپم راه افتادیم. تا آن روز بورسا را ندیده بودم. 40-50 قدم که داخل شهر آمدیم، دیدم همه جا چراغانی است. جلوی مغازه‌ها پرچم زده بودند. از توی پنجره‌ها کاغذهای رنگی و فنرهای رنگارنگ آویزان کرده بودند. شاگردهای مدرسه 2 طرف خیابان صف کشیده بودند. پشت سر بچه‌ها توی پیاده‌روها به قدری شلوغ بود که اگر سوزن می‌انداختی به زمین نمی‌افتاد. هرچی جلوتر می‌رفتیم شلوغ‌تر می‌شد. به ژاندارمی که با انصافتر بود گفتم: همشهری قربونتم، مرا از کوچه‌های خلوت ببرین. توی این شلوغی خوب نیست. ژاندارم سقلمه محکمی زد توی دنده هام و گفت: یالا برو، حرف زیادی نزن. 4 طرف مجسمه‌ای که وسط میدان بود بلندگوهای بزرگی گذاشته بودند و سرود 10مین سال را به همه جا پخش می‌کردند. می‌گفتند در مدت 10 سال 15 میلیون جوان به وجود آوردیم.
خیلی خسته شده بودم. کوله بارم هم بیشتر اذیتم میکرد. این دفعه برگشتم به ژاندارم دومی گفتم برادر، دستای من که دستبند داره. کوله بار هم که دارم. تفنگ شما هم که پره. ماشاءالله در تیراندازی هم که ماهرید. اگه بال در بیارم و به هوا بپرم نمیتونم از دست شما در برم. قربون چشماتون، از این شلوغی منو رد کنید. از توی کوچه های خلوت بریم. این یکی صداش هم در نیامد. محل سگ هم بهم نگذاشت. در وسط خیابان یک طاق نصرت بزرگی بسته بودند. وقتی که ما نزدیک طاق نصرت رسیدیم، موزیک شروع به نواختن مارش کرد. دهلزن موزیک ماشاءالله عجب زور و بازویی داشت. تخماقش که میامد پایین و به دهل میخورد، خون توی رگهای آدم به جوش میامد. چه فایده که به دستم دستبند بود و نمیتونستم تکان بخورم. نمیدونستم این موزیک و پرچم و چراغانی به خاطر چیه. به پیشواز من که نیامدن. وقتی موزیک مارش را شروع کرد، 2 ژاندارم ها نتونستند خودشون رو کنترل کنند. داخل صف رژه شدند، مرا هم با خودشون بردن توی صف. من از خجالت کمی عقب ماندم. یک نفر از پشت سر داد کشید نظام بگیرین. جلوی ما دسته ورزشکاران رژه می رفتند. هر عده‌ای رد می شد تماشاچیان براش کف می زدند. گفتم هرچی بادا باد. از این بدتر که نمیشه. حالا که اهل بورسا میخوان منو بشناسن، بگذار به آرزوشون برسن. وقتی راه نجاتی نیست، باید سنگ تمام کارو بگذارم. حالت رژه رفتن گرفتم و با آهنگ موزیک وسط ژاندارم ها راه افتادم. دهل میگفت گروم گروم گروم. ما هم پا میزدیم. راپ راپ راپ. متوجه ژاندارم ها نبودم، ولی من چنان با حرارت پا می زدم که انگار از فتح استانبول برگشتم. از توی پیاده رو صدای چند نفر به گوشم خورد. می گفتند داره میاد. وقتی نوبت ما رسید و جلوی جایگاه رسیدیم، جمعیت با حرارت زیادی شروع به کف زدن کرد. بعضی ها هم چنان با صدای بلند می خندیدن که صدای موزیک توش گم می شد. از محوطه رژه رد شدیم. پاهام از خستگی داشت می ترکید. از میان مهره پشتم عرق سرازیر بود. یکی از ژاندارم ها گفت خوب رد شدیم ها. دومی هم اشاره کرد آره خیلی عشقی رژه رفتیم. بعدها فهمیدم آن روز قرار بود یکی از شخصیت‌های بزرگ از آنکارا به بورسا بیاد. چه فرق میکنه؟ ایشان به علت مشغله زیاد نتوانستند تشریف بیاورند. به جایش بنده بیکار از استانبول آمدم و وارد شدن من به بورسا توأم با یک جشن بزرگ و سرور و شادی عمومی بود. شما کجا بودید؟ رسیدیم به قرارگاه ژاندارمری. فرمانده نبود. دیگران هم نمی توانستند مرا تحویل بگیرند. وقتی کوله بارم را گذاشتم زمین کمی راحت شدم. اگر این دستبند را هم از دستم باز می کردند دیگه غمی نداشتم. توی اتوبوس که داشتیم می آمدیم روی مچهای دستم خون جمع شده بود. به ژاندارم ها گفتم تو رو خدا دستبندم را یه حلقه شل کنین. ولی بی‌انصاف ها یک حلقه تنگترش کردن. درسته که به ژاندارم ها گفته بودن مواظبش باشین فرار نکنه. ولی انگار من بزرگترین جنایت های تاریخ را مرتکب شدم. حتی اجازه نمیدادن برای ضروری ترین احتیاجاتم به توالت بروم. مرا انداختن توی یک اتاق و ژاندارم ها نشستن روبرو. از قهوه‌خانه‌ای که پهلوی قرارگاه ژاندارمری بود صدای رادیو می آمد. یک آهنگ شاد از رادیو پخش می شد. نشستم یک گوشه‌ای و به فکر فرو رفتم. ای روزگار، ای سرنوشت، تو چقدر مرموزی. اگه اجازه می دادند اقلاً یک سری به توالت بزنم خیلی خوب بود. فرمانده نزدیک عصر آمد. تا چشمم به او افتاد مثل اینکه ظرف آب سردی روی سرم ریختند. رفیق قدیمی خودم. بهجت هوه بود. خاطرات روزهای تحصیلی جلوی چشمم رژه رفتند.
یک معلم جغرافی داشتیم که بچه‌ها را خیلی اذیت می‌کرد. یک روز همین بهجت را صدا کرد پای تخته. نقشه اروپا روی دیوار آویزان بود. معلم بهش گفت: سرحدات اروپا را شرح بده. بهجت جواب داد: در طرف راستش آلمان، در طرف چپ دریاست، قسمت بالایش انگلستان، پایین هم دریا قرار داره. معلم پرسید: آفتاب از کجا طلوع میکنه و کجا غروب میکنه؟ بهجت از پنجره به بیرون نگاه کرد و جواب داد: از روی حیدر پاشا طلوع میکنه و روی ماتیا غروب میکنه. معلم گفت: بنویس آب. بهجت روی تخته نوشت آب. معلم عصبانی شد و گفت: احمق، منظورم فرمول آبه. بهجت مثل خری که توی گل مانده باشد وا رفت. معلم خودش گچ را گرفت و نوشت H2O و گفت بخوام ببینم چی میشه. بهجت نتونست بخونه. معلم فرمول رو ساده تر نوشت HOH. گفت حالا بخوان. بهجت خواند هو. از آن روز به بعد اسمش ماند بهجت هو. وقتی بهجت هو را دیدم خنده‌ام گرفت. رفتم به طرف او و دستهام رو که توی دستبند بود به طرفش دراز کردم. اما او مثل اینکه اصلا مرا نمیشناسد روش رو به طرف ژاندارم ها کرد و پرسید: این کیه؟ ژاندارم ها جواب دادن: تبعیدیه، از استانبول آوردیم. پرونده‌ام را گرفت و برگ رسید را امضا کرد و بهشون داد و مرخصشان کرد. توی دلم گفتم وقتی اونا برن آشنایی میده و بهم کمک میکنه. اما با ژست مخصوصی که انگار با من پدرکشتگی داره مأموری رو صدا کرد و دستور داد خیلی مواظب من باشن مبادا فرار کنم. بعد هم آهسته به مأمور گفت: این خیلی خطرناکه ها، غفلت نکنید. سالها بعد که وضع من خوب شده بود و خیلی ها دلشون میخواست با من آشنا بشن، یک روز توی استانبول همین بهجت رو دیدم. اون روز مرا فوری شناخت. آمد جلو، دست انداخت گردنم ماچم کنه. اما من با ژستی که از آدمی مثل من خیلی عجیب بود زدمش کنار و گفتم: شما کی هستید؟ من شما رو نمیشناسم. خدایا به کرمت شکر. تو چقدر بزرگی و ما آدم‌ها چقدر غافلیم. فردا صبح مرا با پرونده‌ام بردند به شهربانی. افسر محسنی که پرونده‌ام را تحویل گرفت مثل این بود که مرا میشناسد. نگاه سنگینی به سر تا پای من انداخت و با لحن مسخره آمیزی گفت: مارتی که دیگه آدم قحطه که تو میخوای مملکت را نجات بدی؟ گفتم: قربان، بنده همچین ادعایی ندارم. از میان پنجره مجسمه آتاتورک را نشان داد و گفت: وقتی اون مملکت را نجات میداد تو کجا بودی؟ چون میبایست یک جوابی بهش بدم گفتم: اون موقع من 5-6 سال بیشتر نداشتم. جناب والی کجا بودی؟ هر چیزی اندازه داره. برای اینکه بدانید افسر پلیس چرا با من تند حرف زد، لازمه کمی وضع خودم رو براتون تعریف کنم. شلواری که پام بود از گشادی قیافه شلوارهای لوری را داشت. یک پالتوی گاباردین پوشیده بودم که دامنش زمین رو جارو می کرد. سر آستیناش رو دلا برگردونده بودم. پیراهنم که یک روز سفید بوده از چرک و کثافت قهوه‌ای رنگ شده بود. موهای سرم رو هم از ته تراشیده بودن. هرچی باشه از مجلس جشن که نمی آمدم. سر و وضع یک زندانی هم که بهتر از این نمیشه. مرا فرستادند پیش بازپرس. بازپرس پرسید: هروئین فروشی؟ گفتم: خیر. پرسید: دزدی؟ جواب دادم: خیر. از اینکه هیچ کدام از این جرم‌ها را نکرده بودم بازپرس عصبانی شد و فریاد کرد: پس چه زهرماری هستی؟ هرچی خواستم بگم نویسنده‌ام روم نشد. اصلا قیافه نویسنده رو نداشتم. گفتم: تو پرونده‌ام نوشته.
بازپرس نگاهی سرسری به پرونده‌ام انداخت و صدای مخصوصی از دهنش خارج شد. پف! مارتی که به تو چه مربوطه که به این کارا دخالت میکنی؟ اصلاً حوصله نداشتم جوابشو بدم. بازپرس به مأموری که جلوی در ایستاده بود گفت: بندازینش تو بازداشتگاه. دستبندم را باز کردند و فرستادنم اون تو. چه بازداشتگاهی؟ اگه گاو و الاغ رو اونجا میانداختند، انجمن حمایت حیوانات حق داشت اعتراض کنه. از توی کوله بارم کتابی درآوردم و شروع به خواندن کردم. از بیرون صدای پچ پچ به گوشم خورد که چند نفر نجوا میکردن: سواد داره؟ کتاب میخونه؟ معلومه از اوناست. چند دقیقه بعد در باز شد. منو دوباره بردند پیش بازپرس. بازپرس پوکی به سیگارش زد. دودش رو تو هوا فوت کرد و بعد همینطور که به من خیره شده بود پرسید: از چه ملتی هستی؟ ترک هستم. از ترک های خودمان؟ بله، از ترک های خودمان. چه کاره ای؟ نویسنده‌ام. سکوت سنگینی اتاق را پر کرد. بعد بازپرس پرسید: تبعیدی هستی؟ بله. خب کجا میخوای بری؟ جایی داری بری؟ خیر، تو هتل میمونم. هر شب باید بیای توی کلانتری دفتر رو امضا کنی. با یک مأمور برو هتلی رو که میخوای بمونی بهش نشون بده. از اینکه امضای من هم قیمت پیدا کرده خیلی خوشحال شدم. از کلانتری آمدیم بیرون. توی خیابان کوله بارم را گذاشتم زمین. خیلی دلم میخواست کشواکش کنم. آخه مدت زیادی بود دستام توی دستبند خوش شده بود و استخوان‌های سینم به یک حالت مونده بود. مسابقه 2. کرایه هتل 2 لیره و نیم بود. 25 لیره‌ای که توی جیبم داشتم برای 1 هفته کفایت می‌کرد. شبی 1 لیره هم میبایست برای بخاری اضافه بدم. مجبور بودم خیلی در خرجم صرفه جویی کنم. 2 روز بود هیچی نخورده بودم. پیش خودم میگفتم گرسنه موندن بهتره یا توی کوچه خوابیدن؟ اگه 1 شب کرایه‌ام را نمی پرداختم صاحب هتل از در بیرونم میکرد. اون وقت بیا و جلوه آزادی را تماشا کن. مگه نخندیدن دست خود آدمه؟ با صدای بلند شروع به خندیدن کردم. آدم اگه در همچین مواقعی نخنده پس کی بخنده؟ خیلی دلم میخواست 1 چای بخورم. ولی دیدم اگر به جای چای نون بخورم بهتره. درست چای گرمم میکنه ولی نون سیرم میکنه. برف دونه دونه داشت میامد. از هتل آمدم بیرون. توی راه با خودم میگفتم الان 1 آشنایی رو میدیدم چقدر خوب بود. به صورت آبرین نگاه میکردم. انسانها تند تند راه میرفتن. هر کسی تو فکر خودش بود. نمیدانم هیچ براتون پیش آمده؟ بعضی وقتا آدم چیزی رو که تو دلش خیال میکنه سرش میاد. منم همینطور که به دنبال آشنا میگشتم 1 دفعه با شاه زید دوست دوران مدرسم روبرو شدم. 1 دفعه چشم ما به هم افتاد. شاه زید مثل اینکه کسی از پشت سر صداش کرد عقبگرد کاملی کرد و به سرعت راه افتاد. منم مثل پلنگی که شکارش از دستش بگریزد یکهو از جا کنده شدم و برای گرفتن اون جلو پریدم. دیدم ممکنه از دستم در بره. از عقب صدا کردم شاه زید، شاه زید. اما اون جوابی نداد و قدمهاشو تندتر کرد. منم تند کردم. روی زمین 2 وجب برف آمده بود و راه رفتن مشکل بود. او از جلو، من از عقب توی پیاده رو مسابقه 2 گذاشته بودیم. میرفتیم توی برف و در می آمدیم. ولی غیر ممکن بود بهش برسم. هر دفعه صدامو بلندتر می کردم و داد می زدم
شاه زید با تو هم. شاه زید پیچید توی کوچه خلوت. منم پشت سرش توی کوچه پیچیدم. اون شروع به دویدن کرد و منم دویدم. نه خیر، بهش نمی رسیدم. توی غربت یه آشنا پیدا کرده بودم. اینم داشت در می رفت. تا آخر کوچه مسابقه رو ادامه دادیم. خدایی بود که پاش لیز خورد و وسط برفا ولو شد. منم افتادم پهلوش. دیگه حال بلند شدن نداشتم. همینجور که روی برفا افتاده بودم یه نگاهی بهش کردم. شاه زید فوری بلند شد و راه افتاد. بی شرف، وایستا کارت دارم. اما اون اعتنای سگ هم بهم نکرد و رفت. گفتم برو دعا کن، شکمم گرسنه است و الا میگرفتمت. از روی برفها بلند شدم. تلو تلو خوران برگشتم توی خیابون. رفتم توی یک قهوه خونه یک چای گرم بخورم. دست کردم جیبم پول چای رو بدم. دیدم فقط 2 قروش پول توی جیبم مونده. بقیهش ریخته بود توی کوچه. آوای بوف تقدیم می کند خاطرات یک تبعیدی، شاهکار عزیز نسین، ترجمه رضا همراه. avayaboof.com. موقعیت‌های حساس. منشی هتل صدام کرد. بی زحمت تشریف بیارید دفتر. هوری دلم ریخت. لابد میخواد کرایه 2 روز عقب مونده رو بگیره و عذرمو بخواد. چاره‌ای نبود. رفتم ببینم منشی چه فرمایشی داره. در حالی که کاغذی به طرفم دراز میکرد گفت یک امانتی براتون رسیده. پرسیدم چی گفتی؟ امانتی رسیده؟ جواب داد پول براتون اومده. پرسیدم پول؟ برای من؟ برای من کی پول میفرسته؟ من کسی رو ندارم. قبض را از دست منشی قاپیدم و دویدم پست خانه. تو راه همش به فکر فرستنده پول بودم. با خودم میگفتم اگه پدرم فرستاده باشه باید زمین دهن واکنه و برم تو. من تا به حال برای پدر و مادرم جز زحمت و ناراحتی هیچ فایده‌ای نداشتم. از خونه و زنم بهتر چیزی نگم. تصمیم گرفتم اگر پول را پدرم یا خانمم فرستاده باشند پس بدم و بگم وضعم خوبه. نکنه دنیا عوض شد و یکی از بدهکارام دلش رحم اومد و برام پول فرستاده. هیچ ناشر و کتاب فروشی نبود که به من بدهکار نباشه. با اینکه بیشترشان از طرف من استفاده های زیادی بردن و از راه فروش و انتشار کتاب های من آپارتمان های چند طبقه ساخته بودند، نمیدانم چرا زورشان میآمد حق مرا بدن. اگر حقم را میدادند این 4 ماه تبعیدی به خوبی زندگیم تأمین میشد. قبض را به متصدی پستخانه دادم. پرسیدم پول آمده؟ مأمور یک نگاهی به کاغذ کرد و با لحن سردی گفت مگه سواد ندارین؟ پول نیست، یه پاکته. برید از اون روبرو بگیرید. پاکت را گرفتم. توش 3 تا کتاب بود. خدا پدرشو بیامرزه. یکی از رفقایم فرستاده بود. تا اون روز نمیدونستم اینقدر به کتاب علاقه دارم. کتابها را کلمه به کلمه خواندم. بعد به فکرم رسید که بفروشمشان و با پولشان لااقل یک وعده غذای گرم بخورم. توی بورسا کتابخانه بزرگی بود. هر کتابی منتشر می کردم براش می فرستادم. تا به حال همدیگر رو ندیده بودیم. پیش خودم گفتم برم 3 تا کتاب رو به اون بفروشم. مدتی پشت ویترین ایستادم و به کتابها نگاه کردم. هر کاری می کردم نمی توانستم داخل بشم. جلوی مغازه شروع به قدم زدن کردم. رفتم آمدم.
رفتم آمدم. از پنجره توی مغازه را دید می زدم. مدتی کتاب‌های پشت ویترین را تماشا کردم. دوباره رفتم پایین. برگشتم بالا. می ترسیدم صاحب مغازه تا چشمش به من بیفته بفهمه گرسنه‌ام. اما چاره چیه؟ جای خجالت و ناراحتی نمانده بود. بگذار بفهمه، دروغ که نیست. همه هم که بفهمند گرسنه‌ام و بی پولم چه عیب داره؟ به خودم جسارت می دادم می رفتم جلو. ولی تا می رسیدم جلوی در مغازه کتاب فروشی تمام جسارتم از بین می رفت و به سرعت از جلوی مغازه رد می شدم. دوباره به خودم جسارت می دادم و بر می گشتم. به خودم گفتم نمی خواهی که گدایی کنی؟ به سر بنی آدم همه چیز میاد. کتاب فروختن که عیب نیست. عجب آدم بی ارزه‌ای هستی یا برو جلو. قیمت کتاب ها 6 لیره. هرچی باشه 2 لیره که میده. 2 لیره کم پولی نیست. میتونی یک شکم سیر، نون، کمی ماست و 2 تا چای گرم بخوری. حمله میکردم برم تو. اما بازم پام پیش نمیرفت. اگه پامو بگذارم تو بقیهش آسونه. برو تو. 2 لیره کم پولی نیست. یک بشقاب لوبیا پخته میشه. یالا برو، زود باش. داشت شب میشد. از بس که بالا و پایین رفته بودم پاهام درد گرفته بود. چجوری رفتم توی مغازه کتاب فروشی گفتنی نیست. اگه یک سنگ بزرگی به گردنم میبستم و خودمو به دریا مینداختم از این راحت تر بود. داخل مغازه پر مشتری بود. صاحب دکان داشت با یکی از مشتریها صحبت میکرد. قبلا چی میگفتن نمیدونم. من که وارد شدم مشتری که آقای شیکپوشی بود داشت حرف میزد. در مملکت ما نون در آوردن خیلی مشکله، اما ثروتمند شدن خیلی آسونه. کتاب فروش سرشو به علامت تصدیق تکان داد. درسته، یک یهودی تا 2000 لیره پول جمع کنه پدرش در میاد، اما بعد از اون 2-3 سال میلیونر میشه. منتظر بودم مغازه خالی بشه و با صاحب دکان صحبت کنم. کتاب‌ها توی دستم بود و داشتم با اونها بازی می‌کردم. اما مغازه خالی نمی‌شد. یکی میرفت بیرون، 2 تا میامد تو. پیش خودم گفتم چه عیب داره خودمو به صاحب مغازه معرفی کنم؟ نکنه بهم اصلاً محل نگذاره. با این مطالب جور و جور که روزنامه‌ها درباره ام نوشتن، بعید هم نیست از شنیدن اسم من وحشت کنه. بالاخره با کتاب فروش خلوت کردیم. جوان بلند قدی بود با قیافه‌ای جدی، روشو به من کرد و گفت بفرمایید، امری داشتین؟ پرسیدم جناب عالی آقای فرید هستید؟ بله. خودمو معرفی کردم. برقی توی چشمهایش درخشید. مثل کسی که عزیزترین فامیل و دوستش را دیده باشد، خنده‌ای پر از خوشحالی روی صورتش ولو شد. گفت به به، دیدم قیافتون آشناست. خوش اومدین. لابد اومدین از آب گرم شهر ما استفاده کنین. حالا که موقعش نیست. گفتم نه خیر. لابد اومدین کوهنوردی. خیلی به موقع است. در کدام هتل هستید؟ لابد ایپیک پالاس هستین. خندیدم. خنده بهترین ماسکی است که جلوی خجالت رو میگیره. فرید بیک پرسید از شهر ما خوشتون اومده؟ قشنگه؟ نیست؟ نمیدونستم چی جوابشو بدم. بی اختیار گفتم بله. از اینکه شهرشون رو پسندیده بودم خیلی خوشش اومد و گفت انشاءالله بهتون خوش میگذره. گفتم انشاءالله. پرسید زیاد که نمیمونید؟ جواب دادم 4 ماه و 10 روز. یارو منظورمو نفهمید، ولی معلوم بود که از این کلمه 10 روز تعجب کرده. پرسید فرمودید 4 ماه و 10 روز؟ جواب دادم بله. آخه تبعیدیم. جرمم این قدره. بی اختیار صدای محسوسی از دهنش در اومد. 3 تا کتابی رو که در دستم بود روی میز گذاشتم. صاحب مغازه شروع کرد به ورق زدن کتاب ها.
یکی رو خیلی دقت کرد. گفت من خیلی وقت دنبال این کتاب میگشتم. اجازه میدید اینو بخونم؟ 2-3 روز دیگه بهتون میدم. 2 تای دیگر رو برداشتم و گفتم باشه. به نظر شما غیر از این کلمه چیز دیگه ای میتونستم بگم؟ صاحب مغازه آدرس هتلم رو پرسید. روم نمیشد محل اقامتم رو بگم. آخه هتل من یکی از هتل‌های بسیار ارزان قیمت بود. با خجالت اسم هتل را گفتم و خداحافظی کردم. خداحافظ. او گفت خوش آمدید. باز هم تشریف بیارید اینجا. برگشتم به هتل. توی سالن هتل با نقاشی که برای تهیه تابلوهای نقاشی به بورسا آمده بود برخوردم. تا منو دید گفت اوه استاد چطوری؟ گفتم متشکرم. گفت مطلبی که دربارت توی روزنامه ها نوشته شده دیدی؟ گفتم نه. نقاش روزنامه ای را به طرفم دراز کرد. گرفتم و رفتم توی اتاقم. یک روزنامه 2 ورقی بود که در بورسا در می آمد. در صفحه اولش خبر تبعیدی مرا به بورسا درج کرده بود. اگر بازم خبر ساده را نوشته بود عیب نداشت. در روی زمین فوشی نبود که نویسنده بی انصاف نثار من نکرده باشه. انگار در دنیا هیچ کس بدتر و رذل‌تر از من نیست. مخصوصاً در آخرش چیزی نوشته بود که نتونستم خودم رو کنترل کنم و بی اختیار به خنده افتادم. در بورسا هم از کارهای زشتش دست بر نداشته. پولهای مخفی را دست دسته میگیرد. همینطور که داشتم با قهقه میخندیدم در اتاقم زده شد. از شدت خنده نمیتونستم جواب بدم. بلند شدم در رو باز کردم. بس که خندیده بودم چشمهام آب افتاده بود. یک جوان آمد تو. جلوی در تعظیم قرایی کرد. میخواست دستم را ببوسد. از دوستداران من بود. تمام آثارم را خوانده بود. آدرسم را از کتاب فروش گرفته بود. در بورسا یک روزنامه هفتگی منتشر میکرد. وقتی اسم روزنامه‌اش را گفت مثل این بود که یک گلوله تو مغزم خالی کردند. آقا صاحب امتیاز همون نشریه‌ای بود که به من اظهار لطف کرده و این همه فوش بهم داده بود. روزنامه‌اش را که روی میز بود نشونش دادم و گفتم اینه؟ رنگش سرخ شد و خجالت زده جواب داد معذرت میخوام. البته شما علتش رو میدانید. وضع ایجاب میکرد اینو رو بنویسم. معلومه دیگه، خودتون میدونید موقعیت چقدر حساسه. به قدری ناراحت شد که مجبور شدم دلداریش بدم. گفتم ناراحت نشی. وقتی کسی نتونست خودش رو با محیط جور کنه باید محیط رو برای اون درست کرد. در موقع رفتن مقداری پول از کیفش در آورد و گفت قابل شما رو نداره. با خجالت گذاشت کنار تخت خوابم. دود از کلم بلند شد. آهسته گفتم پول دارم. گفت نمیشه. او اصرار کرد و من هم اصرار کردم. بالاخره پول را گذاشت و رفت. اگر این نوشته ها حقیقت نداشت و رمان بود می نوشتم قهرمان پول را پاره کرد و زد به صورت طرفش یک توف بزرگ هم انداخت روی زمین. بعد هم 10-15 تا جمله های قلمبه سلمبه تحویل اجتماع می دادم. اما من این کار را نکردم. بعد از رفتن او فوراً بلند شدم نگاه کردم ببینم چقدره. 10 لیره بود. اولین کارم این بود که دستور بدم بخاری اتاق را روشن کنن. نقاش با شخصیت. ناپلئون بوناپارت هم مثل من از شکست مسکو بر نگشته. هر وقت به یاد وضع ناجور اون روزها میافتم از خنده چشمهام آب میافته. زمین خوردن انسان برای تماشاچی ها یک حادثه خنده آوره. از هر کجا میخواد باشه. به همین جهته که دلغک های سیرک هی میافتن هی بلند میشن. هر چقدر اون شخص آدم بزرگی باشه افتادنش خنده دارتره. وقتی شاهد افتادن کسی هستیم
میخندیم و رد میشیم و میریم. غافل از اینکه بابایی که افتاده در چه حالیه و چه زجری میکشه. من خودم چون در زندگی زیاد زمین خوردم هرگز به افتادن دیگران نمیخندم و همیشه هم دلم براشون میسوزه. برعکس وقتی خودم میافتم از بس که میخندم نمیتونم از جام بلند بشم. داشتم از پله ها میرفتم به طرف اتاقم که یکی از عقب تند اومد بالا. پهلوی من که رسید گفت سلام. شناختمش. همون نقاش معروف بود که برای تهیه تابلو به بورسا اومده بود. گفتم سلام. با احترام گفت ممکنه تشریف بیارید اتاق من؟ مگه میشه تشریف نبرم؟ گرسنگی و خستگی و سرما امانم رو بریده بود. شاید یک چایی گرم تو آرافم کنه. بلکه غذا هم بهم بده. رفتیم تو اتاقش. بخاریش گر داشت میسوخت. تا گرما رو دیدم مثل مرغی که توی خاک میخوابه و بعد خودش رو تکون میده از نوک پا تا موی سرم به لرزه افتاد. توی اتاق چند تا تابلوی نقاشی رنگ و روغنی و مقدار زیادی رنگ، قلمو و بوم نقاشی و چارچوب‌های خالی دیده میشد. یارو گفت من نقاشم و میدونم یک هنرمند برای تهیه آثارش چقدر باید رنج بکشه. به همین جهته که حقیقتاً به شما ارادت دارم. نشستم روی صندلی. نقاش با علاقه و مهربانی خاصی گفت راحت هستید؟ نمیدونستم چه جوابی بهش بدم. گفتم دور از جون شما یک خورده مریضم. نقاش فوراً رفت به طرف کمد. یک بطری آورد توی یک لیوان بزرگی عرق ریخت و گفت استاد برای سرماخوردگی خیلی خوبه. لیوان پر از عرق رو گرفتم و گذاشتم روی میز. با این شکم خالی عرق که سهله. اگه نمک میوه یا روغن کرچک هم بهم تعارف میکردن میخوردم. کاش یه مزه‌ای چیزی 2 تا نخودچی هم بهم بده بد نیست. نقاش یک ریز از نوشته های من تعریف میکرد و میگفت تمام آثار شما رو خوندم. من از انسانهای مبارز خیلی خوشم میاد. راست میگفت. نه تنها او بلکه بیشتر مردم کشور ما از آدمهای مبارز خوششون میاد. میدونید چرا؟ چون در مملکت ما گاوبازی هنوز معمول نشده. همانطور که در سایر جاها یک انسان رو با یک گاو به جنگ میاندازن و برای خرید بلیت تماشای گاوبازی سر و دست میشکنن، در اینجا هم مردم از تماشای مبارزه آدمها لذت میبرن. تماشاچیان مسابقه گاوبازی ظاهراً دلشو میخواد گاو زمین بخوره. برای قهرمان گاوباز دست میزنن و تشویقش میکنن. تمام این کارها رو برای این میکنن که گاو رو بیشتر عصبانی کنن، ولی دوست ندارند خودشون مبارزه کنن. نقاش میگفت من از انسانهای مبارز خیلی خوشم میاد. پدرم هم یک انسان مبارز بود. مغزم کار نمیکرد. از شدت گرسنگی داشتم درک و احساساتم را از دست میدادم. اقلاً اگر یک لقمه نون خشک و خالی هم بود شکمم سیر میشد. عقلم به سرم میآمد و میفهمیدم چی کار باید بکنم. نقاش لیوانش را برداشت، منم لیوانم را بلند کردم. به همدیگر رو زدیم و خوردیم. از معده‌ام شعله‌ای بلند شد. همونطور که نقاش با من صحبت میکرد توی جملاتش چند بار کلمه شخصیت رو تکرار کرد. معلوم میشد اون خیلی به این کلمه شخصیت علاقه داره. میگفت استاد بخوریم به سلامتی انسانهای با شخصیت. خوردیم. دفعه دوم گفت انسان باید شخصیت داشته باشه. چرا نمیخورید؟ لیوان رو بلند کن. لیوان سوم رو هم انداختیم بالا. مزه‌ای هم در بین نبود. نقاش باشی به جای مزه شخصیت به خورد من میداد و میگفت شخصیت اساس زندگی انسانه. آدم باید شخصیت داشته باشه. نمیدانم چند تا لیوان خوردیم. به زحمت یادم میاد که استاد دستم را گرفت و برد جلوی اتاقم.
از بس که حالم خراب بود نگذاشتم بیاد تو اتاق. جلوی در خداحافظی کردیم. به محض اینکه رفتم توی اتاق افتادم روی تخت و حالم خراب شد. خیال می‌کردم این نقاش با شخصیت لااقل 2 نخودچی به من میده. عرق خالی اون به قدری حالم رو به هم زد که چیزی نمونده بود خاطراتم نیمه تمام بمونه و شما از لذت مطالعه حوادث شیرین بعدی محروم بشید. داستان گمنام. نقاش باشی از دامنم دست بر نمی داشت. من ازش خوشم نمی آمد. ولی چون 2-3 روز دیگه اینجا بود و میخواست برگرده آنکارا، صلاح نمی دیدم برنجونمش. میگفت وقتی برگردم به آنکارا هر ماه 50 لیره برات میفرستم. من از اشخاص با شخصیت خیلی خوشم میاد. به محض اینکه برسم آنکارا اولین کارم اینه که تلگرافی برات پول بفرستم. حداقل 50 لیره میفرستم. شایدم 100 لیره، بلکه بیشتر. فقط یک اشکالی پیش بود. آقای نقاش پول نداشت به آنکارا برگرده. میگفت اگه میتونستم یک پولی پیدا کنم و خودم رو به آنکارا برسونم دیگه کار تمومه و تو هرگز بی پول نمیمونی. با پست 2 قبضه برات پول حواله میکنم. هر ماه 100 لیره، 150 لیره، بلکم 200 لیره میفرستم. من به انسانهای صاحب شخصیت خیلی علاقه دارم. من به این کلک ها کاملا وارد بودم. اینجور پشت هم اندازی ها شاهکار کلاهبردار هاست. پشت سر هم وعده میدن، بی انصافانه، بی رحمانه وعده میدن. اینو میدونستم که بعضی از اینها به قدری خوب صحبت میکنن، به قدری ماهرانه دروغ میگن که شیطون رو هم گول میزنن. اما هرگز باور نمیکردم یک روز خودم بعد از این همه زیر و رو شدنها، بعد از این همه زندان رفتنها گول بخورم. من دوره دانشگاه این کلک بازی ها رو در زندان گذرانده بودم و به قول بچه ها گرگ باران دیده بودم. با این حال چنان رودستی از این جناب نقاش باشی خوردم که از خودم گذشته تا 7 نسل بعد هم نوه‌هام دردش رو فراموش نخواهند کرد. نقاش باشی هر روز داشت وعده هاشو چربتر میکرد و رقم مبلغی رو که هر ماه میخواست برای من بفرسته بالاتر میبرد. مثلا چطور میشه اگه ماهی 400 لیره بفرستم؟ راه دوری که نمیره. بالاخره یک روز کارتو درست میشه و پولها رو با فرعش بهم پس میدی. من ظاهراً گوش میدادم و مثل اینکه واقعا پول برام فرستاده رنگ به رنگ میشدم و خجالت میکشیدم. ولی توی دلم میگفتم بابا من خودم ختمم. منتها نمیخوام سر کسی کلاه بگذارم. میخوای منو به طمع بندازی؟ نه بابا، بی خودی زحمت نکش. سر من کلاه نمیره. خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. اگه میتونستم صاف و پوسکنده بهش بگم متشکرم، راضی به زحمت شما نیستم، کار به اینجاها نمیرسید. زیر چشمی نگاهی به صورتش کردم ببینم ول میکنه یا نه. دیدم نه خیر، ولکن نیست. طوری حرف میزد که آدم دچار شک میشد. میگفت انسانیت که نمرده، دنیا که همین چند روزه نیست. کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه. توی دلم گفتم نکنه راست میگه. قسمت مشکل کار کلاهبردارها تا وقتیه که همین شک در دل طرف پیدا بشه. وقتی شک پیدا شد دیگه کار تمامه و شکار برای تله افتادن و گول خوردن آماده میشه. نقاش باشی نمیدانم از برق چشمم فهمید، نمیدانم از قیافم فهمید که وعده هاشو چربتر کرد. میگفت به مرگ خودت هر چی به دستم برسه برات میفرستم. توی قربت اگه من دست تو رو نگیرم پس کی بگیرم؟ مطمئن هستم تو آدم با شخصیتی هستی و پول منو هر وقت هم که باشه پس میدی.
دار و ندار من 40 لیره بود که همون روز صبح زنم از استانبول فرستاده بود. توی دلم گفتم چطوره این پولو بهش بدم بره آنکارا؟ بالاخره اینم آدمیه، پیش خودش نگه نمیداره. هرچی هم بد باشه لااقل پول خودمو میفرسته. بعد میگفتم نه بابا، احمق نشو، ولش کن، میخواد گولت بزنه. دوباره با خودم میگفتم میفرسته بابا، احمق، مگه تو آدمی هستی که بتونی به کسی دیگه ای کمک کنی؟ تو این فکرها بودم که نقاش باشی گفت پاشو بریم. پرسیدم کجا بریم؟ گفت بعد میفهمی. جلوی در هتل یک درشکه ایستاده بود. نقاش باشی بازوی مرا گرفت و کشید بالا. رفتیم به یک میخانه پایین شهر. وضع من طوری بود که اگر هر بطری مشروب را میدادند 1 لیره، راضی نمی شدم اینجور جاها پامو بگذارم. اما این عادت نویسنده های جوانه که دلشو میخواد توی این سوراخ سنبه ها سرک بکشن و از زندگی مردم اونجا و زن و دخترهای فریب خورده‌ای که ساکن این محله های غم هستند سوژه تهیه کنن. منم با این هوس تسلیم شدم. شاید سوژه داستان تازه گیرم بیاد و ازش یک رمان بزرگ بنویسم و به قیمت خوبی بفروشمش. توی میخانه مشتری نبود. 3 گارسون زن گوشه میخانه کز کرده بودند. یکیشون از لاغری مثل نی قلیون میموند. دومی چاق و توپل مپل بود و آب و رنگش نشان میداد جوانیهاش خوشگل بوده. یک دامن ژرسه‌ای صورتی رنگ پوشیده بود و گوشت‌های لخت و افتاده رانش از زیر دامن کوتاه اون بیرون افتاده بود. سومی از بس صورتش آبله داشت مثل خیابان‌های شهر پر از دست انداز بود. نقاش باشی بازوی مرا گرفت و کشید طرف میز و گفت بشین، دم غنیمته. گفتم شما میخوای بنشینی خودت میدونی، ولی من میرم. صاحب میخانه که زن پیر و گنده‌ای بود بدون توجه به ناراحتی من گفت چه خبرته بچه ننه؟ میترسی دیر بری خونه؟ قبل از اینکه من اعتراضی بکنم در بطری‌های عرق رو وا کرد و زن نی قلیونی و دامن ژرسه‌ای هم 2-3 ظرف خوراک و سالاد روی میز چیدن. من از دیدن غذاها تنم لرزید و بی اختیار گفتم این همه غذا برای کیه؟ زن نی قلیونی پهلوی من نشست و با لوندی و ادا و اطوار مخصوصی جواب داد پس ما چی هستیم؟ نکنه از مهمون خوشتون نمیاد؟ به این حرفش نمیشد جوابی داد. ببین قضیه رو از کجا چسبیده بود. سست شدم. پیش خودم گفتم نقاش باشی که خبر نداره من پول گرفتم و لابد میدونه یک آدم تبعیدی آس و پاسه، پس حتما پول مول داره. زن نی قلیونی ساقی شد. استکان 4 رو که خوردیم نقاش باشی با زن دامن ژرسه‌ای مشغول راز و نیاز شد. منم شروع کردم از زن نی قلیونی بازجویی کردن. چطور شد اینجا آمدی؟ اهل کجایی؟ پدرت کیه؟ مادرت کجاست؟ انگار زنک هم منتظر این سوال بود. چشمهاش پر از اشک شد. استکان هر دوی ما رو پر کرد. استکان رو برداشت، خودش رو به طرفم کشید و استکان رو جلو آورد. اینم بخور تا برات بگم. من زکام دائم دارم. در تمام سال 1 هفته دماغ من باز نیست و بوها رو کاملا حس نمی کنم. اما تا زن خودشو به من چسباند دماغ پدرسگم باز شد. مگه نشنیدی میگن بدبختی رو بدبختی میاد؟ اگر فکر حساب و پول میز نبود از جام بلند می شدم و در می رفتم. اما دندان رو جگر گذاشتم و پیش خودم گفتم هر طور شده باید این سختی رو تحمل کنم. مسلماً شرح حال این دختر جالبه. نقاش باشی با زن دامن ژرسه‌ای مشغول صحبت بود و دختر نی قلیونی برای من درد و دل می کرد و داستان زندگیشو می گفت. حساب چیزهایی که می خوردیم از دست ما خارج شده بود.
وقتی صاحب میخانه آمد و گفت ساعت نزدیک 12 است و باید تعطیل کنیم، تازه من متوجه بطری خالی های رومیز شدم و مغزم تکون خورد. ای داد بیداد، این همه مشروب رو ما چه وقت خوردیم؟ زنها مثل کسانی که مأموریتشان را انجام دادند و دیگه کاری ندارند، فوری از جاشون بلند شدند و رفتند. صاحب میخانه یک صورت حساب بلند بالایی گذاشت جلوی ما. 47 لیره بود. نقاشباشی دست کرد توی جیبش. از اینکه کار داشت بی خطر میگذشت خیلی خوشحال شدم. 7 لیره در آورد و گذاشت جلوی من و گفت 40 لیره بگذار روش بده. من برات پول تهیه میکنم. گفتم وای، بر پدرت لعنت مرد، این چه کلکی بود دست ما دادی؟ گفتم پولم کجا بوده؟ گفت خبر دارم امروز 40 لیره گرفتی. میریم هتل بهت میدم. چاره‌ای نبود. 40 لیره رو که دادم مثل این بود که یک تیکه از جیگر مرا بریدند. یکی نبود بگه مرد حسابی تو تبعیدی هستی یا آمدی اینجا الواتی؟ دلم به این خوش بود که داستان دختره رو می نویسم و هیچی نباشه 60-70 لیره می فروشم. داستان دختره به قدری حزن آور و شنیدنیه که دل آدم کباب میشه. موقعی که 3-4 ساله بود مادرش میمیره. تا 6 سالگی از دست نامادریش بلایی نبود که نکشیده باشه. پدرش برای اینکه اون را نجات بده میفروشدش به یک آقایی. این دفعه آقا و خانم جدید و پسرشان بلایی سر اون میارن که گفتنی نیست. بعد از مدتی هم به جرم اینکه پسر جوانشان را اخوال کرده از خونه بیرونش میکنن. دختره میره پیش یک خانواده دیگه. روز از نو، روزی از نو، بدبختی ها دوباره شروع میشه. درست مثل داستانهایی که توی فیلم ها میبینید. بالاخره هم کارش به کافه ها و کاباره ها کشیده میشه. داستان از این بهتر نمیشه. بیشرفم اگه 2 برابر پولی که دادم از این داستان در نیارم. آوای بوف تقدیم می کند خاطرات یک تبعیدی، شاهکار عزیز نسین، ترجمه رضا همراه. avayaboof.com قسمت نبود. نقاشباشی صاحب شخصیت رو فردا دیدم، اما از پول حرفی نزد. 2-3 روز دیگه گذشت. به جای پول وعده ها رو چرب‌تر می کرد. هیچ ناراحت نشو. برسم آنکارا ممکنه تا ماهی 500 لیره هم بفرستم. داستان دختره رو هم تا به حال نتونسته بودم بنویسم. اصلاً کو حواس. 2-3 روز دیگه گذشت. یک روز صبح دفتردار هتل گفت نقاش داره میره. وقتی که اینو گفت مثل اینکه یک تیکه گوشتم رو بریدن. داد زدم 40 لیره ما چی میشه؟ دفتردار که جریان رو میدونست خندید و گفت هنوز اتوبوس حرکت نکرده. بدویی بهش میرسی. هنوز هم فکر میکردم نقاشباشی فراموش کرده بدهی منو بده. انسان هر قدر هم که بیشرف باشه پول یک نفر تبعیدی رو لوتی خور نمی کنه. دیدم اگه دست خالی برم بدرقش خوب نیست. میفهمه برای وصول پولم اومدم. باید یه هدیه‌ای براش ببرم. وقتی هدیه رو بهش بدم خودش اهل معرفت دیگه. یادش میفته و پولم رو میده. برای یک مسافر چه هدیه بهتر از کتابه؟ فوراً دویدم پیش کتاب فروشی که آشنا بودم. یک کتاب خوب انتخاب کردم و دویدم ایستگاه اتوبوس. ماشین آماده حرکت بود. خوب شد که به موقع رسیدم. به سرعت دویدم و کتاب را از پنجره اتوبوس تعارفش کردم.
قابل شما رو نداره. میبخشید. مثل اینکه آشنایی دوری با هم داریم لبخندی زد، کتاب رو گرفت و خیلی خشک گفت متشکرم. توف، در دنیا چه آدم‌های پررویی پیدا میشن. یک خانمی هم پای اتوبوس ایستاده بود و معلوم بود از آشنایان نقاشه. ببخشیدا، یه موضوعی بود. مثل اینکه یادتون رفته. حرفم رو قطع کرد و گفت نه، چطور یادم میره؟ پام برسه به آنکارا ماهی 200 لیره رو حتما میفرستم. زن یک نگاه پر از کینه‌ای به من کرد. انگار به اونم این وعده ها رو داده بود و خانم میترسید سهم اون کمتر بشه. اتوبوس حرکت کرد. نقاش چند دفعه دستشو برام تکون داد و گفت منتظر حواله باش. با همون عصبانیت برگشتم به هتل. داشتم به زمین و زمان فوش میدادم. با خودم حرف میزدم و میگفتم احمق، تو تبعیدی هستی. تو رو چه به این غلطا؟ چشمت کور. اگه پشت گوشت رو ببینی حواله این آقا رو هم میبینی. هنوزم که هنوزه خود نقاش باشی رو زیارت نکردم تا چه برسه به حواله پولش. تصمیم گرفتم زودتر داستان دختره رو بنویسم. همین امشب تا صبح باید تمومش کنم. توی سالن هتل عده‌ای دور هم نشسته بودند و صحبت می‌کردند. منم یک گوشه نشستم. ضمن خوردن چای شروع به تنظیم صحنه‌های داستان در مغزم کردم. یکی از اونهایی که دور هم نشسته بودند چنان با صدای بلند حرف میزد که حواس مرا پریشان میکرد و نمیگذاشت داستانم رو جمع جور کنم. اونم داشت قصه زندگی یک نفر رو برای رفقاش تعریف میکرد. میگفت بیچاره چه زندگی ناراحت کننده‌ای داشت. معلوم بود از طبقه بالا بوده. دبیرستان رو تازه تموم کرده. پدر و مادرش به زور اونو شوهر دادن. شوهر قمارباز از کار در اومده. تمام جهیزیه دختره رو فروخته و خورده بوده. اگه حرفاشو گوش میکردین از غصه دق میکردین. یکی دیگه از رفقا حرف اون رو قطع کرد و گفت بابا منم دیدمش، اینجور نیست. برای منم تعریف کرده. این دختره بچه یکی دونه پدر مادرش بوده. آدم بی پدر مادر در دنیا زیاده. یک بی‌وجدانی گولش زده و بهش گفته باهات عروسی میکنم. پدرش از غصه دق کرده. بالاخره اولی دختره رو با اسم و رسم و محل کارش معرفی کرد. دیدم همین دختر نی قلیونیه است. سومی پرید تو حرف اونو گفت بابا اینو من میشناسم. دختره اولش تو استانبول بوده. به یک تاجر پیرمرد شوهرش دادن. شوهر ورشکست میشه و فرار میکنه. معلوم شد همه خدمتش رسیدن و این دختره نی قلیونی حقه رو به همه زده. به صورت هر کدوم از مشتری ها نگاه میکرده میفهمیده که چجور داستانی باید بهشون بگه. از اینجا هم تیرم به سنگ اومد. میخواستم یک شاهکار بنویسم و تلافی 40 لیره رو در بیارم که این هم خیتی از آب در اومد. پتوی فروشی. برف تندی میبارید. تا کنون 3 بار هر دفعه 20 لیره از استانبول برام رسیده بود. یک عده از نزدیکانم از وضعم با خبر شده بودند. آدم هر چقدر بخواد این کارها رو مخفی بکنه بدتر میشه. هر شب میرفتم کلانتری دفتر رو امضا میکردم. امضای منم همچین جاهایی به درد میخوره. از روزی که به بورسا تبعید شدم مهمترین کارم این بود که یک کار مناسب پیدا کنم. لااقل خرجم رو در بیارم. پیش یکی از رفقای همکلاسی قدیم رفتم. برای اینکه ازم رم نکنه و هول نشه یواش یواش جریان رو براش تعریف کردم.
پرسید. حالا کجا هستی؟ جواب دادم. هتل. پرسید. کجا خوراک میخوری؟ جواب دادم. توی رستوران. اینجور که نمیشه. مگه دیوانه ای؟ تبعیدی هستی یا آمدی تفریح؟ بعد هم سرش رو حرکت داد و صدای مخصوصی از دهنش خارج شد. آقا را نگاه کن. توی هتل میخوابه. توی رستوران غذا میخوره. برادر، هتل موتل چیه؟ برو یه گوشه یه اتاق پیدا کن، ماهی 20-30 لیره بده، یه منقل هم بخر، کمی خاک زغال و چند تیکه هم ظرف و ظروف بخر، خودت غذا بپز. به من ربطی نداره ها تو رو نصیحتت کنم. تو خودت بهتر از همه میدونی این اخلاق همه ما شرقی هاست. ما فقط بلدیم سایرین رو نصیحت کنیم، راههای خوب رو بهشون نشون بدیم. دوستم به من گفت منقل و ظرف و ظروف بخر، اما نگفت پولشو از کجا بیار. انگار نمیدونه هر روز چطور به زحمت 2-3 لیره پیدا میکردم و نون خالی میخوردم. خلاصه دوستم با یک بغل نصیحت و مقداری تأسف و اظهار همدردی روانه‌ام کرد. وقتی از پیش اون برمیگشتم به این فکر بودم که بالاخره باید یک کار اساسی پیدا کنم. بیشتر از این طاقت تحمل گرسنگی رو نداشتم. 4 روز کرایه هتل بدهکار بودم و صاحب هتل بیشتر از این صبر نمی کرد. وقتی به اتاقم رسیدم هنوز هیچ تصمیمی نتونسته بودم بگیرم. یک دفعه چشمم به پتوی کهنه‌ام افتاد. 10 سال بود این پتو رو داشتم. تمام پشماش ریخته بود. این پتوی قهوه‌ای رنگ چند سال باید ناراحتی بکشه. سر تا سر آناتولی رو با این پتو گشتم. یک موقع تشک من بوده، یک موقع فرش اتاقم بوده، یک موقع رو اندازم بوده. وقتی هم به بورسا تبعید شدم کتاب و لباسهامو تو اون پیچیده بودم. پتو رو از روی تخت خوابم برداشتم. با 2 دست جلوی پنجره وای کردم. مثل کفگیر سوراخ شده بود. چاره‌ای نداشتم. میبایست از پتوی عزیزم جدا بشم. یه ناراحتی توی دلم بود. از اموال، از خونه و زندگیم، از دوستان صمیمیم جدا شده بودم. از پتوی کهنه‌ام توی تبعیدگاه نمیخواستم جدا بشم. اگه کهنه فروش اقلاً 5 لیره بابت این پتو بده، باز دلم راضی میشه و میتونم 1-2 روز بگذرونم. نمیدونستم بازار کهنه فروش ها کجاست. ولی حتما بازار کهنه فروش ها هست. خجالت میکشیدم از دیگران بپرسم. بورسا شهر کوچیکیه. اگه 1 نفر بفهمه من میخوام پتومو بفروشم، تمام شهر با خبر میشن. گفتم میگردم و پیدا میکنم. پتوی بازنشستم رو چند لا تا کردم و توی روزنامه پیچیدم و با نخ بستمش. زندگی من تا به حال خیلی زیر و رو شده و هر مصیبت خیال کنید کشیدم. ولی مثل اون روز منقلب نشدم. بسته پتو رو که توی کاغذ پیچیده و زیر بغلم گرفته بودم مثل جسد یک انسان بود که با دست خودم کشتم و حالا جسدش رو میبرم مخفی کنم. انگار همه مردم خبر داشتن توی این بسته چیه. حس می کردم همه مردم می دونن از گرسنگی دارم میرم پتومو بفروشم. اگر انسان یک مالی رو دزدیده باشه اینقدر ناراحت نمیشه. با ترس و لرز از پله های هتل آمدم پایین. مدیر هتل جلوی در ایستاده بود. بهم سلام کرد. اصلا به روش نگاه نکردم. فکر می کردم این سلام 4 روز طلبکاریه. همینطور که از در میرفتم بیرون متوجه شدم مدیر هتل 2 چشم داره و 2 هم قرض کرده و به بسته‌ای که زیر بغل من هست خیره شده. حس کردم به محض اینکه از در هتل برم بیرون مدیر میدوه و میره توی اتاقم ببینه من لافه و پتوی اون رو ندزدیده باشم. اومدم بیرون. برف همچنان میبارید.
دانه های برف روی بسته می افتاد و آب می شد و کاغذی رو که دور پتو بسته بودم و خیس می کرد. رفتم توی بازار سرپوشیده بورسا. از اونجا هم به بازار پایین شهر رفتم. از بازار کهنه فروش ها خبری نبود. از خستگی و گرسنگی داشتم می مردم. نمی تونستم از کسی هم بپرسم بازار کهنه فروش ها کجاست. می ترسیدم بفهمن. لابد میگید خب بفهمن مگه چطور میشه؟ نه اینطور نگید. به سرتون نیومده و نمیتونید بفهمید من چی میگم. الهی که تا آخر عمر هم این مصیبت به سر هیچ کدوم از شما نیاد. هرچه برف روی روزنامه میریخت کاغذ بیشتر خیس میشد. پتو بیشتر از لای کاغذ بیرون میآمد. پتو رو گرفتم زیر بغلم، نشد. آوردم بیرون، نشد. تیکه‌های روزنامه پشت سر هم میافتاد زمین. من هنوز به دنبال بازار کهنه فروش ها میگشتم. از هر راهی 2-3 بار رد میشدم و مثل فرفره دور بورسا میگشتم. برای اینکه جایی باقی نمونه تمام کوچه ها رو هم گشتم، ولی از بازار کهنه فروش ها خبری نبود که نبود. برف همچنان میریخت. از روزنامه دیگه چیزی نمونده بود. فقط نخهای دور پتو باقی مونده بود. پتو هم که خیس شده بود و سنگینی میکرد. هرچی فوش بلد بودم دادم. بعد شروع به پیدا کردن فوش‌های تازه کردم. به کی؟ به چی؟ اصلا چرا فوش میدم معلوم نبود. کلاه هم نداشتم. برف‌هایی که روی سرم میریخت آب میشد و از پشت گردنم سرازیر میشد. هوا هم کم کم داشت تاریک میشد و امیدم از پیدا کردن بازار کهنه فروش ها و فروختن پتو قطع شد. جنازه خودم رو روی دوش های خودم داشتم حمل می کردم. همینطور به هتل برگشتم. تا از در هتل وارد شدم با رفیق همکلاسیم که بهم نصیحت کرده بود برم ظرف و ظروف بخرم و اتاق بگیرم برخوردم. پرسید این چیه دستت؟ جواب دادم یک پتویی خریدم. گفت خوب کاری کردی. منم برات یه اتاق دیدم. فردا بیا ببین، اگه پسندیدی معامله رو تموم کن. گفتم ممنونم، فردا میام پیشت. رفیقم رفت و منم به اتاقم رفتم. پتوی خیس رو روی رخت خواب پهن کردم. از اینکه نتونسته بودم بازار کهنه فروش ها رو پیدا کنم و پتو رو بفروشم خیلی خوشحال بودم. اگه پتو رو فروخته بودم یک چیزی ازم کسر می شد. این پتویی نبود که بهش علاقه داشتم، بلکه انس و الفتی بود که بین ما پیدا شده بود و قابل چشم پوشی نبود. گرسنگی رو میتونستم تحمل کنم، اما از این شیئی که سالها به اون خو گرفته بودم نمیتونستم جدا بشم. به سلامت، خوش اومدی. هنوز داشتم با جدیت دنبال یک کاری میگشتم. از نویسندگی و کارهای چاپی چشم پوشیده بودم. اگه میتونستم یک کار سرپایی و تصحیح کتاب و روزنامه پیدا کنم فعلا اموراتم میگذشت. اون روزها در بورسا چند روزنامه در میامد. یکیش یک مجله هفتگی کمدی بود. یک نسخه از مجله رو پیدا کردم. ورق زدم. چند تا اعلان رسمی داشت. در سرمقاله‌اش هم خیلی از فرماندار تعریف کرده بود. ناشرش یک نفر شاعر بود. با خودم گفتم هرچی باشه شاعر و نویسنده از یک قماشن، درد یکدیگر رو خوب حس میکنن. ممکنه منو به عنوان مصحح استخدام کنه و یا یک کار دیگه‌ای بهم بده. در هر حال کمکم میکنه. اسم یارو رو شنیده بودم. 1-2 کتاب هم ازش منتشر شده بود. آدم وقتی اثری رو از یک نفر میبینه مأخذ قضاوتش همون نوشته و کلماته. چه میدونه طرف خودش با نوشتهاش فرق داره؟ بالاخره یک کوره امیدی توی قلبم بود. هر طوری باشه یک کاری میکنه. نمیدونم چرا اینجوری فکر میکردم. تصمیم گرفتم بدون خجالت همه چیز رو براش تعریف کنم. هرچی باشه شاعره، احساساتش قوی و پاکه.
به آدرسی که توی روزنامه بود مراجعه کردم. 1 بار، 2 بار، 3 بار، ولی موفق به زیارت جناب صاحب امتیاز نشدم. روز سوم مستخدمی که هم جاروکش هم دربان بود هم کارهای دفتری رو انجام میداد گفت شب میاد. عصری بیا ببینش. توی جیبم 1 لیره نقره داشتم. از سیگار فروش 1 بسته سیگار خریدم. اومدم تو اداره روزنامه، زنگ در رو فشار دادم. 1 نفر در رو باز کرد. اسم شاعری رو که کار داشتم گفتم. در حالی که با تعجب نگاه میکرد گفت خودمم، چی کار داری؟ اسمم رو بهش گفتم. یکی خورد. با دستپاچگی بهم اشاره کرد. بیا تو. وارد راه شدم. در رو محکم بست. خودش جلو افتاد و رفتیم تو دفترش. وقتی نشستیم اولین حرفش این بود. خوب شد که حالا اومدی. عصرها کسی اینجا پیدا نمیشه. یخ کردم. مثل آهکی که آب روش بریزن وا رفتم. نمیتونستم حرفم رو بزنم. نه صلاح بود حرف نزده بلند شم برم دنبال کارم. جناب ناشر گفت من به شما ارادت دارم. نوشتهاتون رو هر شب میخونم. از جرأت و جسارت شما خیلی لذت میبرم. نمیخواست به این زودی حرفهای تملق آمیزش رو تموم کنه. خیلی لجم گرفته بود. حرفش رو قطع کردم و گفتم اینجا تبعید شدم. اومدم شما یه کاری. حرفم رو قطع کرد و گفت میدونم، شنیدم. یه خواهشی از شما دارم. هیچ کس از این ملاقات ما نباید با خبر بشه. به کسی نگو ما همدیگه رو دیدیم. برای هر دوی ما خوب نیست. نمیدونستم چی کار کنم و چی جوابشو بدم. حیرت کردم. با ناراحتی دست بردم توی جیبم و بسته سیگارم رو در آوردم. به جای اینکه اون توی این شهر غربت از من پذیرایی کنه، من بهش سیگار تعارف کردم. سیگاری برداشت. خودمم سیگاری برداشتم. کبریت نبود. من داشتم دنبال کبریت میگشتم و اون عین خیالش نبود. حتی کبریتش رو هم در نیاورد. گفت امسال 99% توی انتخابات موفق میشم. به نظر تو اگه وکیل بشم توی مجلس نافع نیستم؟ جواب دادم چرا؟ البته هستید. ادامه داد خب با این ترتیب اگه بفهمند که من و شما با هم رابطه داریم، میدونید چقدر برام گرون تموم میشه؟ خوشمزه اینه که مردی که از من تصدیق هم میخواست. به ناچار گفتم بله. گفت پس خواهش میکنم شما. گفتم استغفرالله. ادامه داد خواهش میکنم دیگه اینجا نیایید. دنبال من نیایید. من میخوام انتخاب بشم. اینو خیلی جدی میگم. در حالی که بغض گلومو گرفته بود جواب دادم بسیار خوب. ادامه داد اگه انتخاب شدم همه چیز درست میشه. گفتم انشاءالله. گفت یه خواهش دیگه هم از شما دارم. گفتم بفرمایید. جواب داد بورسا جای کوچیکیه. ممکنه توی خیابون به هم بر بخوریم. شما نباید به من آشنایی بدین. حتی نباید با من سلام علیک بکنی. گفتم بسیار خوب، نمی کنم. ادامه داد این روزا برای هر کسی دنبال بهانه می گردن. شما اصلا نباید به روی خودت بیاری که منو دیدی. گفتم نه ندیدم. گفت اگه انتخاب بشم بهتر نیست؟ جواب دادم چرا؟ خیلی بهتره. سیگاری که تو دستم بود و هنوز کبریت پیدا نکرده بودم که آتیش بزنم توی جیبم گذاشتم. بلند شدم و گفتم
متشکرم. گفت اختیار دارید. گفتم ببخشید زحمتتون دادم. گفت خواهش میکنم. ما همدیگر رو ندیدیم. اگه بیرون هم همدیگر رو دیدیم نمیشناسیم. جواب دادم بسیار خوب. خداحافظ. جواب داد خوش اومدی به سلامت. حاکم قلابی، قاضی قلابی، مهندس قلابی و دکتر قلابی رو پلیس میگیره و به زندان میندازه. اما هیچ کس نمیتونه یک شاعر قلابی رو بگیره. شاعری که قبل از هر چیز باید احساسات پاک و وجدان سالم داشته باشه، اینقدر آلوده و پست در میان انسانها راه میره، از عنوان مقدس و پاک شاعری استفاده میکنه و با افتخار و سربلند راه میره و شعر میگه. هموطن، خبردار وایستا. انصاف مردمان قدیم از امروزی ها خیلی بیشتر بود. اون وقتها هر کسی رو تبعید می کردند لااقل یک جیره بخور و نمیری بهش می دادن. اما امروز هیچ کس به فکر نیست که من از کجا باید پول بیارم. هفته پیش 2 روکش دندون طلایی خودم رو در آوردم و فروختم و خوردم. دیگه چیز فروختنی نداشتم. 2 روز بود شکمم گرسنه بود. روزها می رفتم توی قرائتخانه بورسا، می نشستم، هم کتاب می خوندم و هم گرم می شدم. اما جواب شکمم رو چی بدم؟ دنبال هر کاری هم می رفتم تا می فهمیدن تبعیدی هستم. تکلیفم روشن بود. دیگه از گرسنگی داشت پیرم در می آمد. دندون طلا هم نداشتم که بفروشم. تکلیفم چیه؟ نمی دونستم. غرق این افکار داشتم توی یکی از خیابونهای آسفالت که پوشیده از برف بود قدم می زدم. یک نفر زد روی شونه ها. به گمان اینکه پلیسه برگشتم عقب. دیدم یکی از رفقای همکلاسی قدیمیمه. سلام علیک کردیم. دست منو گرفت و برد توی یک قهوه خونه نشستیم. از دود سیگار و نفسهای مشتری ها قهوه خونه چنان گرم بود که حس کردم. مغز استخونهام که یخ کرده بود گرم شد. چای گرم که از گلو میرفت پایین توی معده و روده های خالیم احساس ناراحتی میکردم. توی دلم خدا میکردم رفیقم منو ببره به یکی از رستوران‌ها و یک شکم غذای سیر بخورم. چنان در این آرزو و این فکر غرق شده بودم که یادم رفت کجا هستم و چی دارم میگم. بدون اینکه به حرفهای دوستم توجه داشته باشم پشت سر هم کلمات و جملات عجیب و غریبی میگفتم. بله، توی عالم تخیل میون رستوران بودم. یک بار هم بی اختیار گفتم کباب شیشلیک بیار. یک پرس هم دلمه فلفل بده. رفیقم هی داشت از من سوال میپرسید. خب دیگه چه خبرها؟ تعریف کن ببینم. من جواب دادم کمی پلو با خورش لوبیا. رفیقم با تعجب گفت چی میگی؟ گفتم هیچ، سلامتی. پرسید وضع مملکت چطوره؟ جواب میدادم آبش کمتر باشه. رفیقم خندید و گفت حواست کجاست؟ میگم وضع احزاب چطوره؟ گفتم کمپوت خوبه. رفیقم با تردید نگاهی به سر تا پای من کرد و پرسید بورسا اومدی برای چی؟ اینجا چی کار داری؟ من بیچاره که همیشه چوب راستی و درستی خودم رو میخوردم از سیر تا پیاز رو براش تعریف کردم. یک دفعه مثل اینکه رفیقم به دلدرد شدیدی دچار شده رنگش پرید و دستش رو به دلش گرفت و گفت بشین الان میام. 1 ساعت اونجا نشستم. میگفتم هر جا رفته میاد. برای رفع گرسنگی 1 استکان دیگه چای خوردم. اما از دوستم خبری نشد. با خودم گفتم خدایا گرسنگیم به جهنم، آبروم نره. نکنه رفیقم زیر ماشین رفته باشه. امیدم از اومدن دوستم قطع شد. داشتم دنبال چاره‌ای میگشتم.
به فکرم رسید وقتی قهوه چی سرش گرم میشه در برم. اما این کار هم امکان نداشت. دنبال یک نقشه شرافتمندانه میگشتم که یک آشنای دیگه از در وارد شد. تا چشمم به اون افتاد نور امیدی در دلم تابید و ذوق زده صداش کردم. اومد به طرف من، با هم دست دادیم و گفتم بنشین. تا نشست گارسون جلوی میز ما سبز شد. رفیقم گفت یک شیر قهوه بیار. وقتی که رفیقم شیر قهوه رو میخورد من تماشاش میکردم. از گرسنگی معده‌ام داشت زیر و رو میشد. آب دهنم بی اختیار ترشح میشد. رفیقم آخرین جرعه شیر قهوه رو که خورد گفت اجازه میدین مرخص شم؟ وقتی خواست بره دلم هوری ریخت. دست و پام چنان سست و بی‌حس شد که نتونستم زیر پاش بلند شم. هرچی خواستم بهش بگم پول ندارم حساب شیر قهوه اون رو بدم، کلمات از دهنم خارج نشد. رفیقم خداحافظی شلی کرد و رفت. چیکار میتونستم بکنم؟ بدبختی از در و دیوار برام میبارید. دیگه گرسنگی رو فراموش کرده بودم. همش به این فکر بودم که چطور در برم. اگه راستشو به قهوه چی بگم چطور میشه؟ حتما آبروریزی میکنه. مثلا ممکنه بگه پدر سگ تو که پول نداری چرا اومدی تو؟ حالا اومدی چای رو خوردی به جهنم، دومیش رو چرا خوردی؟ اونم به جهنم. دیگه چرا مهمون دعوت کردی؟ یک دفعه دیدم یکی از رفقام از جلوی قهوه خونه داره رد میشه. زدم به شیشه و صداش کردم. از همون توی خیابون جواب داد عجله دارم میخوام برم. با اصرار آوردمش تو. گفتم بشین یه چایی بخور. گفت کار دارم. با اصرار نشوندمش. پرسیدم چی میخوری؟ جواب داد هیچی، الان قهوه خوردم. گفتم تو رو خدا چی میخوری بگو. منظورم این بود که یه چیزی براش سفارش بدم، بعد به بهانه مستراح رفتن در برم. رفیقم حاضر شد یک قهوه بخوره. این شد 4 تا. ولی اون خیلی زرنگتر از من بود. به محض اینکه گارسون قهوه رو گذاشت جلوش، رفیقم با یک دستش قهوه رو میخورد و با دست دیگش بازوی من رو گرفته بود و مرتب هم طوری حرف میزد که من مجبور باشم جوابشو بدم. آخرین جرعه قهوه تو دهنش بود که بلند شد و گفت خیلی دیر شده. دیدم داره میره، یقه‌شو چسبیدم و گفتم به خدا من دیناری ندارم. اون پرسید چی؟ گفتم والا راست میگم. گفت خدا ذلیلت کنه، تو که نداری چرا مهمون دعوت میکنی؟ گفتم حالا وقت نصیحت کردن نیست، دست کن تو جیبت. گفت به خدا پولمول ندارم، خودت میدونی. رفیقم گذاشت رفت. شاید باور نکنید، خودمم باور نمی کردم یک روز پام توی همچین هچلی گیر کنه. چنان گیر افتاده بودم که هیچ جوان مردی نمیتونست نجاتم بده. روی میز پهلوییم یکی از جاهل‌های با معرفت داشت با حریفانش تخت نرد بازی میکرد. تمام رفقاش رو با مارس برده بود. اطرافش رو نگاه میکرد و در حالی که تاس‌ها رو تو دستش میلغزوند حریف میخواست. میگفت مرد میدون بیاد. کی مرد میدونه؟ با صدای گرفتم که مثل وزوز پشه بود جواب دادم من حاضرم. یارو چپ چپ به صورتم نگاه کرد و با عصبانیت گفت تو بیا جلو ببینم فزرتی. از جام بلند شدم و محکم روی صندلی پشت میز اون نشستم. گفتم حالا معلوم میشه فزرتی کیه. یارو جاهله با قهقهه بلندی خندید. سرش طوری عقب افتاد که چیزی نمونده بود کلاش از سرش بیفته. پرسید خب سر چی بازی کنی؟ من که غرق بودم. بگذار یک پله هم بالاتر باشه. جواب دادم هر چی بخوای. از این جدی و محکم حرف زدنم انگار یارو جا خورد. گفت سر یه بسته سیگار. گفتم باشه. من اصلا بازی تخت نرد بلد نبودم. تا حالا سابقه نداشت در یک بازی برنده بشم. بدتر از همه این که از گرسنگی چشمام 2 تا رو 4 تا میدید. دست اول مارس شدم.
دومی هم همینطور. میخواستیم دست سوم رو شروع کنیم که حضرت خضر به دادم رسید. در بورسا یک سنتی هست که در هیچ جای دنیا نیست. از زمان والی قدیم مرسوم شده صبح و عصر یک عده زورناچی توی میدان شهر جمع میشن و سرود مخصوص حکومتی رو میزنن. از اون موقع تا به حال این سنت حتی یک روز هم ترک نشده. توی برف و توی بوران و طوفان این سرود در ساعت مقرر نواخته میشه. به محض اینکه صدای موزیک در میاد، هر کس هر جا هست و مشغول هر کاریه باید مثل مجسمه در همون حال بمونه. درشکچی که شلاقش رو بلند کرده توی هوا تا صدای موزیک رو بشنافه همونجور دستش بالا میمونه تا موزیک تموم بشه. سلمونی داره ریش مشتری رو میتراشه، همینطور دستش رو نگه میداره. میوه فروش دستش توی ترازو میمونه. ما هم که داشتیم بازی میکردیم و رفیقم تاس رو توی دستش میچرخوند. صدای موزیک سرود استقلال بلند شد. یکی فنجون تو دستش بود، یکی چای داشت میخورد. من دیدم خوب وقتیه. یواشکی از جام بلند شدم و زدم به چاک. قهوه‌چی و مشتری ها جرأت نکردند حرفی بزنند یا حرکتی بکنند. ولی از در که خارج شدم صدای کلفت یک پلیس از پشت سر بلند شد. هموطن خبردار وایستا. گفتم من از گرسنگی نمیتونم سر و پا وایستم. به جای من تو خبردار وایستا. با این ترتیب سرود استقلال به دادم رسید و از اون مخمسه نجات پیدا کردم. avogaboo.com آوای بوف تقدیم می کند خاطرات یک تبعیدی، شاهکار عزیز نسین، ترجمه رضا همراه. avogaboo.com معلم خصوصی. از نقاشی اطلاع مختصری داشتم. از اونجا که احتیاج معلم زندگیه و همه چیز رو به آدم یاد میده، به فکر افتادم نقاشی کنم و پول و نون و آبی در بیارم. شروع به تهیه کوسنهای زیبایی کردم. با رنگ و روغن گلها و پرنده ها و مناظر زیبایی روی پارچه کوسنها می کشیدم. پارچه هاشو صاحب دکان می داد. رنگ و قلمو هم خودش تهیه کرده بود. من فقط نقاشی می کردم. صاحب دکان اولها برای هر عکس به من 1 لیره می داد. بعدها که کارم بهتر شد، به جای اینکه زیادترش کنه کمترش هم کرد. 70 قروش می داد. بعدش هم کرد 50 قروش. آخرش هم گفت برادر دست نگه دار. این که نون نیست همه بخرن. هفته‌ای 4-5 تا بیشتر فروش نمیره. تو روزی 10-20 تا داری درست میکنی. این کار هم تعطیل شد. به فکر افتادم از تخته قاب عکس و جای تقویم بسازم. این کار هم دردم رو دوا نکرد. فروختن صنایع دستی کار مشکلی بود و خیلی وقتم رو میگرفت. یک روز که توی یکی از قهوه خونه های بورسا نشسته بودم، یک نفر وارد شد و شروع به صحبت کرد. آقایون محترم، من حالا برای شما چند چشمه بازی می کنم که تا به حال نظیرش رو در هیچ جا ندیدید. بعد هم شروع به شعبده بازی کرد و نمره های خوبی نشان داد. پولها رو جلوی چشم مردم ناپدید می کرد. بعد هم پول گم شده رو مثل مگس از توی هوا می گرفت. یک غرغره نخ رو غورت داد و بعد اونو از دماغش بیرون آورد. توی دهنش آتیش روشن کرد. خلاصه این که 1 ساعت با کارهای عجیب و غریبش دهانها رو از تعجب باز نگه داشته بود. بعد هم کلاهش رو گرفت دستش و پولها رو جمع کرد. خیلی دلم به حال خودم سوخت.
اگه منم 1/10 این عمری رو که در راه فرهنگ و هنر و نویسندگی و درس خوندن و علم آموختن صرف کرده بودم برای یاد گرفتن چند چشمه شعبده بازی صرف می‌کردم، امروز لااقل میتونستم توی قهوه خونه چند چشمه بازی کنم و خرج زندگیم رو تأمین کنم. خواننده عزیز، خیلی معذرت میخوام که وقت عزیز تو رو با نوشتن این لاتا الات حرام میکنم. اما چه کنم؟ اگه آدم دردش رو به کسی نگه دلش میترکه. منم غیر از شماها محرم اسراری ندارم که باهاش درد دل کنم. رفتم پیش کتاب فروشی که دوستم بود، گفتم ممکنه این آگهی رو بنویسی پشت شیشه مغازت بچسبونی، تدریس خصوصی زبان انگلیسی؟ گفت به درد نمیخوره. پرسیدم چرا؟ جواب داد دست خیلی زیاد شده، هر کی رو میبینی معلم انگلیسی شده. پشت شیشه دکانهای سبزی فروشی، میوه فروشی، سلمونی ها، خیاط ها یه آگهی چسبوندن تدریس انگلیسی. اگه تدریس انگلیسی به این سرعت پیش بره معلم ها و از شاگردها بیشتر میشن. گفتم چیکار کنم؟ چاره‌ای ندارم. گفت ترکی درس بدین. این شاگردهای ما زبان مادریشون رو هنوز خوب نمیدونن. خندیدم. کتاب فروشی اخماشو تو هم کشید و ادامه داد شوخی نمی کنم. یک آگهی بکن ترکی قدیم تدریس می شود. ببین چند تا شاگرد میاد. دستورشو انجام دادم. پس از 1 هفته 4 تا شاگرد مراجعه کردن. اینها سنشون بین 9 تا 13 سال بود. خیال می‌کردم جوانانی مراجعه می‌کنن که می‌خوان کتاب‌های قدیم رو بخونن. ولی در عوض بچه‌ها اومدن. بعد هم یک پدری اومد و پرسید شما درس قرآن هم میدید؟ این موضوع اصلا یادم نبود. گفتم بله. یارو قبل از اینکه بچه‌ش رو بفرسته منو امتحان کرد. قرآنی رو که همراهش بود جلوی من وا کرد و خواهش کرد چند آیه براش بخونم. خدا رحمت کنه پدرم رو که مجبورم میکرد صبحها قرآن براش بخونم. اون خدا بیامرز پیر شده بود و چشمش خوب کار نمیکرد. به همین جهت منو که اون وقتها خیلی کوچیک بودم صبح علل طلوع بیدار میکرد و در نور چراغ نفتی کوچیکی که داشتیم مجبور میکرد قرآن بخونم. در اثر همین مراقبت شدید و تشویق پدرم من حافظ قرآن شدم. نه تنها قرآن رو کاملا بلد بودم بلکه از حفظ میخوندم و تفسیر میکردم. اون روزها از این سحرخیزی و تکلیف شاق کمی ناراحت میشدم. هیچ به فکرم نمیرسید که یک وقت این آموزش قرآن به دردم میخوره و منو از گرسنگی و فلاکت نجات میده. در عرض 1 هفته شاگردهایی که برای تعلیم قرآن اومدند به 8 نفر رسید. هر روز صبح می رفتم توی صحن مسجد بزرگ و کلاس درس قرآن رو تشکیل می دادم. مردم مسلمانی که می دیدند بچه هاشون با سرعت دارن قرآن یاد می گیرن خیلی از من اظهار رضایت می کردن و به همدیگه خبر می دادن. کارم روز به روز به طوری خوب پیش می رفت که تصمیم گرفتم وقتی دوران تبعیدم تموم میشه در بورسا بمونم و کلاس درس قرآن رو توسعه بدم. اما اونهایی که منافع خودشون رو در خطر می دیدن و متوجه شده بودن که اگه جلوی منو نگیرن دکانشون تخته میشه، یک بار دیگه چنان پوست خربزه‌ای زیر پای من گذاشتن که با مغز خوردم زمین. یک روز صبح که داشتم بچه‌ها رو درس میدادم و با علاقه و اشتیاق تمام غلط‌های اونها رو تصحیح می‌کردم، چند مأمور وارد مسجد شدند و منو با وضع خجالت آور و موهنی به کلانتری جلب کردند. بیچاره شاگردها نمیدونید چه قیافه‌های وحشت زده و مسخ شده پیدا کرده بودند. خیلی دلشون میخواست بدونن معلمشون چی کار کرده، چه گناه بزرگی مرتکب شده که با این وضع جلبش کردند.
توی کلانتری بازپرس مربوطه به من خیلی پرخاش کرد و گفت مارتی که تو تبعیدی هستی، اخلاق تو فاسده، تو رو اینجا فرستادن که جامعه از ضرر وجود تو در امان باشه، افکار دیگران در اثر تماس با تو مسموم نشه، تو اومدی اینجا دکان باز کردی؟ خیلی از این حرفا زد ولی حتی یک کلمه نگفت از کجا بیارم بخورم. بعدها توی قهوه خونه شنیدم که رئیس کلانتری چه خدمت بزرگی به من کرده. مخالفین من چنان ذهن مسلمان‌ها و پدر اطفال رو مشروب کرده بودن که اگه کلانتری منو جلب نمی کرد و کلاسم رو به هم نمی زد، یک عده از متعصبین خودم و شاگردانم رو قتل عام می کردن. مسابقه پرخوری. از برادرم نامه‌ای رسید. به به چه نامه‌ای! نوشته بود زودتر بیا که دلم خیلی برات تنگ شده. گله کرده بود که من چرا در فکر اونها نیستم و چرا اینقدر کم لطف شدم. از حرصم شروع به سوت زدن و آواز خوندن کردم. حالا متوجه میشم که چرا در آوازهای ما اینقدر هی هی و دلی دلی و امان امان هست. اینها انعکاس دردها و ناراحتی‌های ماست که به صورت این سر و صداها از گلوی ما خارج میشه. اگه اینا رو از توش در بیارن دیگه چیزی توش نمیمونه. برادرم نوشته بود اقلاً 2-3 روز مرخصی بگیر بیا ببین وضع ما چطوره. موقعی هم که زندان بودم برادرم یک همچین نامه‌ای نوشته بود. نمیدونم برادرم چی فکر میکنه. شاید خیال میکنه دوره زندان و تبعیدی من مدرسه شبانه روزیه. هی ای فلک، دستت بسته و چشمت کور بشه. یک جوان که میخواد با شرافت زندگی کنه اینجور روزگار رو بهش تنگ میکنی. از خونه و آشیونه چشم پوشیدم. به زندگی هم که دیگه امیدی ندارم. باید صبر کنم دوران تبعیدیم تموم بشه و برگردم به استانبول تا ببینم چی میشه. نامه برادرم رو 2-3 بار خوندم. آتیشی توی دلم افتاد که نگو. با غیظ و ناراحتی گفتم توف، ببین چه بلاهایی سر ما اومد و کارها به کجا کشیده. آدم خیال میکنه 3-4 ماه چیزی نیست، غافل از اینکه هر دقیقش یک عمر به نظر میاد. اگه تو جیب آدم پول باشه زندگی توی این بورسا هم بد نیست، اما تکلیف اونایی که مثل من در شبانه روز حتی یک وعده هم غذا نمیتونن بخورن چیه؟ باز اسم خوراکی اومد و گرسنگی یادم افتاد. این شکم خیلی بد چیزیه ها. هر بلایی سر آدم میاد به خاطر همین شکمه. تا حالا هیچ متوجه شدید آدمی که شکمش سیر و جیبش پر پول باشه توی هیچ شهر و کشوری غریب نیست؟ فکر نمی کنم این عمل عیب باشه اگه من با صراحت می نویسم که شکمم گرسنه است. اگه عیبی هم تو این اعتراف هست تقصیرش به گردن اونهاییه که این شاه رو جلوی پای من کندن. رفتم توی کوچه، پولهای توی جیبم رو شمردم. تمامش جمعاً 50 قروش می شد. از دکان کباب فروشی اسکندر بوی خوشی بلند می شد که تمام خیابون رو پر کرده بود. دلم بی اختیار به مالش افتاد. هی این بینی آدم چقدر دله است. یک نون قیمه دار شبیه پیراشکی خریدم. رفتم توی یک قهوه خونه. نون رو توی جیبم گذاشته بودم. کم کم در می آوردم و با چایی می خوردم. از بدبختی این نون منو که سیر نکرد هیچ، بلکه اشتهامو بیشتر تحریک کرد. یک ناراحتی شدیدی در معده‌ام حس کردم. میز پهلوی دستی من شلوغ پلوغ بود. چند نفر سر زیاد خوردن بحث داشتن و میخواستن با هم مسابقه پرخوری بدن. یکیشون که قیافه درشتی داشت و از قیافش معلوم بود ورزشکاره میگفت من 20 تا پیراشکی،
20 تخم مرغ و 1 کیلو حلوا شکری میخورم. رفیق باریک اندامش اعتراض میکرد و میگفت نمیتونی بخوری. میتونم. آخه چجوری این همه رو توی معدت جا میدی؟ جا میدم دیگه. اگه نخوری چی؟ سر 50 لیره. بستم. پول خوراکی ها رو کی میده؟ اگه خوردی من میدم. اگه نتونستی بخوری پای خودت. قبول. وقتی که انسان گرسنه است خیال میکنه این مقدار که چیزی نیست. 2 برابرش رو هم میخوره. وقتی اونا اسم خوراکی ها رو میبردن مثل اینکه من دارم اونا رو میخورم مزهشون رو زیر زبونم حس میکردم. یک حس عجیبی وادرم میکرد بیفتم وسط و بزنم رو دست این یارو قهرمان پرخوری. اما یک دفعه به فکرم رسید که اگه نتونستم بخورم تکلیفم چیه؟ خودم میدونستم که این کار ازم بر نمیاد. اما نمیدونم چه بدبختی یقم رو گرفت که یک دفعه بدون اختیار داد کشیدم. آقایون، من حاضرم 2 برابر این آقا بخورم. مثل اینکه بم وسط جرگه اونا ترکید. همه سکوت کردن و سرهاشون به طرف من برگشت. قهرمان پرخوری که رقیب سمجی در مقابل خودش میدید چشمهای حیرت زده‌اش رو مدتی به قد و بالای من دوخت و با لحن تعجب آمیزش که پر از تمسخر و طعنه بود گفت آقا پسر، تو با کدوم قد و قوارت از این ادعاها میکنی؟ من که پام توی این معرکه لیز خورده بود و راه برگشت نداشتم. به جای اینکه وسط حرف رو درس بگیرم و بزنم به چاک، پررو و جدی تو روی قهرمان پرخوری ایستادم و گفتم اگه صبحونه نخورده بودم 3 برابر اینو میخوردم. اما صبح 2 کاسه آشو با 3 دست کله پاچه و مخلفاتش خوردم و الان اشتهای درستی ندارم. چیزی نمونده بود چشمای اونها از حدقه در بیاد. چیزایی که ادعا می کردم می خورم تقریبا نصف وزن خودم بود. ولی من از بس که جدی حرف می زدم همه‌شون جا خورده بودن و کم کم داشتن عقب نشینی می کردن. خودمم از این چاخان کردنها ناراحت شده بودم. بیشتر ترسم هم از این بود که پشیمون بشن. به همین جهت برای تحریک اونها گفتم اگه نخوردم 500 لیره میدم. اگه خوردم ازتون پول نمیخوام. به یک شرط. چه شرطی؟ وسط این خوراک ها 40 شیشه هم لیمونات بخورم. قهرمان پرخوری که نتونست طاقت بیاره داد کشید امان بار پدر دروغگو لعنت. اگه 40 بطری لیمونات توی خمره بریزی میترکه. یکی دیگه از حریف‌ها یک فوش چارواداری تحویل جرزن داد. سفارش دادیم. اول 40 تا پیراشکی توی یک سینی بزرگ آوردن گذاشتن جلوی من. افتادم به جون پیراشکی ها. اولی رو با علاقه خوردم. دومی هم هنوز اشتهام خوب بود. اما سر سومی معده‌ام قبول نمی کرد. سر یکی از بطری ها رو وا کردم و کشیدم بالا. معده‌ام یک کمی جا باز کرد. پیراشکی 4مو فقط 1 گاز تونستم بخورم. دیگه حتی 1 ذره هم معده‌ام جا نمی گرفت. گفتم رفقا این پیراشکی ها خیلی چربه. توشون قیمه زیاد گذاشتن. لیموناد دوم رو هم که سر کشیدم 1 لقمه دیگه پیراشکی خوردم. چیزی نمونده بود استفراغ کنم. گفتم برادرها روغن این پیراشکی خرابه. من اینقدر هم کم خوراک نیستم. سابقها 2 تا از این پیراشکی ها رو میکردم 1 لقمه. اما اینا رو نمیشه خورد. پیراشکی هایی که جلوی من ریخته بودن در نظرم به شکل کوهی جلوه‌گر شدن. هر لقمه‌ای توی دهنم مثل یه سنگ پیاده رو شد. گفتم روغن این خرابه. انگار از پیه درست کردن. همه زدن زیر خنده. گفتم رفقا
حرفم رو پس میگیرم. قهرمان پرخوری یک شیشکی بلندی بست و پشت سرش محکم گفت زکیسه درار ببینم 500 رو. در حالی که جیب هامو میگشتم جواب دادم ای وای، کیف پولم رو فراموش کردم، نکنه از جیبم زدن. قهرمان پرخوری گفت این کلک‌ها رو ولش، ما خودمون ختم همه ای. خواننده عزیز، قصه رو کوتاه میکنم. اگه نتونستی آخر این داستان رو حدس بزنی، فقط بدون که از بس کتک خوردم برای اولین بار در عمرم 48 ساعت در رخت خواب افتادم و نتونستم از جام حرکت کنم. غافلگیر شدم. یه شب توی اتاق سرد هتل نشسته بودم. اگه داخل رخت خواب می شدم تا گرم بشم دلم تنگ می شد. اگه از رخت خواب بیرون می آمدم از سرما می لرزیدم. با خودم گفتم چقدر خوب می شد. خوابم می برد تا وقتی که دوران تبعیدیم تموم می شد و اون وقت بیدارم می کردن. ای خدا، چطور می شد اگه تموم دوران تبعیدیم در خواب می گذشت؟ تو رو خدا نگاه کنین، کارها چطور برعکسه؟ زمانی که درس می خوندم و تحصیل می کردم و حتی قبل از تبعیدی که شبها چیز می نوشتم، خواب به طوری کلافه و گیجم می کرد که مجبور می شدم چند بار سوزن به خودم بزنم. اما این روزا که هیچ کاری ندارم و دلم می خواد بیشتر بخوابم، از خواب خبری نیست. توی این فکرها بودم و داشتم از سرما می لرزیدم که چند ضربه آهسته به در اتاقم خورد. نمیدونستم کیه. خب هر کسی هست خوش اومد. ماها که از مهمان گریزان نیستیم. به صدای بلند گفتم بفرمایید. آدم چاق و کوتاه قدی به سن خودم وارد شد. قیافه‌اش به نظرم آشنا می اومد، اما هر چی زور زدم یادم نیامد کجا دیدمش. نشانی منو کتاب فروشی که با من آشناست بهش داده بود. خودش رو معرفی کرد. از علاقه‌مندان من بود. تمام آثارم رو خونده و از روی نوشته هام علاقه شدیدی به من پیدا کرده. و سالها بزرگترین آرزوش این بوده که منو از نزدیک ببینه. فکرش رو بکنید. نویسنده‌ای که به خاطر نوشته‌هاش تبعید شده، حالا در تبعیدگاهش میبینه یک نفر خواننده آثار اون رو اینقدر عاشقانه دوستش داره، چه حالی پیدا میکنه. لذتی که اون روز به من دست داد قابل توصیف نیست. خلاصه اون شب و چند جلسه بعد رو که با این دوست حقیقیم گذروندم، در دوران تبعیدیم نقطه روشن و خاطرات لذت بخشی است که هرگز فراموش نمی کنم. ضمن حرف زدن گفت انگار من قیافه شما رو یه جایی دیدم. گفتم والا قیافه شما هم به نظر من خیلی آشناست. بعد از اینکه مدتی از این در و اون در صحبت کردیم، یه دفعه هم کلاس هم در اومدیم. تقریباً 20 سال پیش در یک کلاس با هم درس میخوندیم. به یاد خاطرات اون دوران افتادیم. میمانم گفت شما از همون موقع هم در ادبیات بی‌نظیر بودید. ذوق و استعداد شما رو هیچ کس نداشت. این دوست جدید طوری با علاقه و محبت حرف میزد که انگار با یکی از بزرگان کشور و یا پیشوایان مذهبی صحبت میکنه. این رفیق عزیز در یکی از خانه‌های بورسا که کنار رودخانه قرار داشت و منظرش بسیار جالب بود، اتاقی برای من کرایه کرد. از هتل به اون خونه نقل مکان کردم. چون چای رو زیاد دوست داشتم، یک کتری و یک پریموس هم که با الکل روشن میشد برام خرید. یک کمی هم بهم پول داد. حالا من یک اتاق و یک رخت خواب گرمی داشتم و ارزونتر میتونستم زندگی کنم.
اما چطور؟ رفیقم 2 شب 3 شب در میون با یک پاکت قند و چایی میومد پیشم و چند دقیقه صحبت میکردیم و چای میخوردیم و از خاطرات گذشتمون صحبت میکردیم. رفیقم متأهل بود. یک شب همونطور که نشسته بودیم و چای میخوردیم و صحبت میکردیم روی پله ها سر و صدایی بلند شد. تا خواستیم بلند شیم ببینیم چه خبره، در اتاق باز شد و یک زن لاغر اندام بلند بالای رنگ پریده‌ای که آتش از چشمهایش میریخت وارد اتاق شد و شروع کرد به رفیقم داد و بیداد کردن و فحش دادن. این زن رفیقم بود. یک زن نجیب و خونه‌دار. اما حرفایی که از دهنش در می اومد به قدری زشت و خجالت آور بود که نمیشد باور کرد. در وضع عجیبی قرار گرفته بودم. حالا تکلیف من با این زن و شوهر چیه؟ سعی کردم سر و صدای این زن رو خاموش کنم. خانم عزیز خواهش میکنم. زن نگذاشت جملم رو تموم کنم. حرفم رو برید و جیغ کشید. تو خفه شو، حرف نزن. خدایا این چه بدبختیه. تازه زندگیم داشت یک سر و صورتی پیدا میکرد. نمیدونم این زن از کجا فهمیده بود شوهرش برام اتاق گرفته و کمکم میکنه. شما رو به خدا ببینید چه بلاهایی سر من میاد. زن آمرانه به سر شوهرش داد کشید. بلند شو بیفت جلو بریم خونه. برای رفیقم بیشتر از خودم ناراحت بودم. بازم کوشیدم زن رو آروم کنم. نمیخواستم به خاطر من زندگیشون به هم بخوره. اما مگه زن از خر شیطون پایین می اومد. رفیقم گفت خانم محترم، من با این دوست قدیمیم کار دارم. نمیتونم الان بیام. زن با وضع اهانت آوری جواب داد یالا بیفت جلو، بی خودی ور نزن. تو برو من میام. نمیشه، باید با هم بریم. دفعه دیگه حق نداری پاتو اینجا بگذاری. وقتی هم رفیقم اون روش اومد بالا و تصمیم گرفت در مقابل زنش مقاومت کنه، زن از آخرین حربش استفاده کرد و افتاد به گریه. چنان پرسوز گریه میکرد که انگار بچهش مرده. در حال گریه گفت یا اون یا من. حالا وظیفه‌ام بزرگتر شده. از یک طرف به زن میگفتم خانم عزیز خواهش میکنم ساکت باشین. از طرفی دیگه به رفیقم التماس میکردم تو رو خدا پاشو برو. پاشو زندگی تو به خاطر من خراب نکن. از اینکه به خاطر من لانه و آشیانه یک زن و مرد داشت به هم میخورد خیلی ناراحت بودم. خواستم بلند شم و بیفتم رو پاهای زن و ازش معذرت بخوام، ولی فایده نداشت. زن اصلا منو آدم حساب نمیکرد. رفیقم طاقتش تموم شد و داد کشید یالا برو خونه و الا. زن که دید زمین سفته گریه کنان و در حالی که به من نفرین میکرد راهشو گرفت و رفت. خدا میدونه اینو درست میگم. با همه این اهانت‌هایی که زن رفیقم بهم کرد هیچ دلخور نشدم. من به اون حق میدادم. اون خوب حس کرده بود که شوهرش چه بازی خطرناکی رو شروع کرده. زنها شم مخصوصی دارن و خطر رو خیلی زودتر و بهتر از مردها تشخیص میدن. اون میخواست شوهرش رو از این بلا نجات بده، نگذاره اونم به آتیش من بسوزه. میدونستم رفیقم تا برسه به خونه یک آشوبی به پا میکنه. به دوستم گفتم رفیق، من تو چاله افتادم، تو نیفت. خانومت حق داره به ترسه. از زمین تا آسمون حق داره. مگه ندیدی چه چیزهایی درباره من میگن؟ بعضی وقتا به خودم زنین میشم و از خودم شک میکنم. بدبخت زن رفیقم چه تقصیری داره؟ یعنی چطور اون از من زنین نباشه و شک نبره؟ زن رفیقم با اینکه به اندازه خودش روشن فکر بود، ولی از این عمل شوهرش عصبانی شده بود. سالها از این موضوع میگذره. من هنوز هم به اون زن حق میدم و خوبی رفیقم رو فراموش نمی کنم. هر کسی لیاقت یک چیزی رو داره.
کور رو پیدا میکنه و آب گودال رو. منم بعد از مدتها یک نفر رو مثل خودم پیدا کردم. این دوست تازه هم مثل من در بورسا تبعیدی بود. از قدیم یک آشنایی جزئی با هم داشتیم. وقتی توی غربت به هم برخوردیم، سفت و سخت یکدیگر رو چسبیدیم. توی خونه‌ای که بودم یک اتاق هم برای اون کرایه کردم. این رفیق عزیز یک کمی مسن بود. برعکس من حال و احوال درستی هم نداشت. از بس لاغر و تکیده بود، به محض اینکه سرما بهش میزد مثل درخت بید به لرزه میافتاد. بدبختی اون سال هم زمستان به قدری سرد بود که نگو. این رفیق ما از ترس سرما همش تو رخت خواب دراز میکشید. هر وقت هم که حاجت به بیرون رفتن پیدا میکرد اعضا میگرفت. بالاخره اونم اومد تو اتاق من. توی اتاق نه منقل داشتیم نه بخاری. اجاقی که با الکل روشن میشد تهیه کرده بودیم. هر وقت پول و پله‌ای میرسید روش چایی درست میکردیم. شعله لرزان اجاق چشم ما رو گرم میکرد. لیوان پر از چای دست ما رو گرم میکرد. چای گرم هم معده ما رو گرم میکرد. تا هوا تاریک میشد رفیقم میرفت توی رخت خواب و تا سپیده صبح بدون اینکه تکون بخوره یک دنده میخوابید. وقتی هم آفتاب میزد هرچی لحاف و پالتو و پتو داشتیم میانداخت روی دوشش، جوراب‌های کهنش رو هم به جای دستکش میکرد دستش، یک کتاب فرانسه یا آلمانی دست میگرفت و تا تنگ غروب کتاب میخوند. اگر هم یک وقت تصمیم میگرفت از خونه بره بیرون، اول بخار دهنش رو توی هوا فوت میکرد. اگه هوا سرد بود و بخار دهنش معلوم میشد، به هیچ وجه از اتاق بیرون نمی آمد. اگه هوا گرم بود، یه سری به خیابون میزد. در بورسا یه جایی رو پیدا کرده بودیم به نام کلوپ کوهنوردان. این کلوپ مشتری زیادی داشت. شبها میز خالی پیدا نمیشد. ولی ما که داخل می شدیم تمام مشتریا سرشونو بر می گردوندند و با حالت ترس ما را نگاه می کردن. درست مثل اینکه جن تو حموم دیده باشن. ما هم که گوشی دستمون بود و جریان رو می دونستیم. وقتی وارد سالن بزرگ کلوپ می شدیم اطراف را نگاه می کردیم. از هر میزی خوشمون می اومد یک راست می رفتیم اون طرف. کسانی که پشت اون میز بودند به محض اینکه چشمشون به ما میافتاد بلند میشدن و میرفتن جای دیگه. البته این کار به خاطر احترام نبود. از اینکه میترسیدند ما روی میزشون بشینیم و کار دستشون بدیم فرار میکردن. حتی میزهای پهلویی هم تخلیه میشد. اگه مشتری میزهای پهلویی خیلی شجاع و دلدار بودن، صندلیاشون رو بر میگردوندند و پشتشون رو به ما میکردن. انگار گارسون ها هم ترس داشتند سر میز ما بیان. بعضی وقتا نیم ساعت شاید هم بیشتر طول میکشید تا یکیشون میومد. ما هم از خدا میخواستیم دیرتر بیان، چون چیز مهمی که نمیخواستیم سفارش بدیم. خیلی که ول خرجی میکردیم یه چایی سفارش میدادیم. یه روز اتفاقاً هوا آفتابی و گرم بود. رفتیم توی تراس کلوپ کوهنوردان نشستیم. تصمیم داشتیم یه چایی بخوریم و کمی صفا بکنیم. برعکس همیشه گارسون خیلی زود اومد سر میز. بدون اینکه هنوز سفارشی داده باشیم، سینی رو که روی دستش بود و آورد پایین و از توی سینی 4 تا لیوان برداشت و گذاشت روی میز ما. به گارسون گفتم این مال ما نیست. گارسون گفت مال شماست. این 4 تا گیلاس 2 تاش به رنگ آب بود و 2 تای دیگش زرد رنگ بودن. تا به حال غیر از عرق و شراب و آبجو مشروبی نخورده بودم. بقیه رو فقط اسمشون رو شنیده بودم. یک دفعه دیگه به گارسون گفتم آقا جان اشتباه کردی. این مال ما نیست. گارسون با عصبانیت جواب داد مال شماست. ماتم برده بود. یعنی چی؟ مشروبی رو که ما نمیدونیم چیه چطور بخوریم؟ پولش با کیه؟ آدم تبعیدی رو چه به این غلطا؟
توی جیب ما بیشتر از پول چای پیدا نمیشد. گارسون راه افتاد بره. دامنش رو گرفتم و کشیدم و گفتم ما همچین چیزی سفارش ندادیم. اینا رو بردار ببر برای ما چایی بیار. گارسون خانومی رو که پشت میز دیگه ای نشسته بود نشون داد و گفت اون براتون سفارش داده. گارسون رفت. ما دوتا رفیق به هم دیگه نگاه کردیم. از رفیقم پرسیدم موضوع چیه؟ اونم شونه هاشو انداخت بالا و گفت چه میدونم. 4 لیوان مشروب هنوز روی میز دست نخورده مونده بود. با خودم گفتم عجب بلایی گیر کردیم. بدبختی اینجا بود که نمیدونستم اینا رو چه جوری باید خورد. اینکه رنگ آب چیه؟ اون زرد رنگی چیه؟ هرچی فکر کردم چیزی سر در نیاوردم. از رفیقم پرسیدم این مشروب رو چجوری باید خورد؟ رفیقم همونطور که چشماشو به لیوان‌ها دوخته بود جواب داد لابد با آب قاطی میکنن و میخورن. میترسم آب رومون بره. ما همچین کسی رو نداریم که بهمون مشروب بده. نکنه یه کلکی باشه. توی شهر غریب یه خانوم از کجا ما رو میشناسه که مهمونمون کنه؟ ترسم بیشتر از این بود که شاید مشروب رو برای کس دیگه ای سفارش داده باشن. گارسون هم اشتباهی آورده باشه و اگر بخوریم تاوانش مشکله. وقتی گارسون دوباره از پهلوی میز ما رد می شد صداش کردم گارسون اشتباه نکنی. ممکنه این مشروب مال کسی دیگه باشه. گارسون گفت نه آقا مال خودتونه. خانومی که پشت اون میز نشسته گفت بده به عزیز نسین. از گارسون پرسیدم این چی هست؟ گارسون خیال میکرد مسخرش میکنم. با خنده مخصوصی جواب داد ودکا. معلوم میشه خانومی که ابراز مرحمت فرموده و ما رو مهمون کرده ودکا لایق ما دیده. از قدیم گفتن هر چیزی برازنده یکیه. رفیقم سرشو جلو آورد و آهسته گفت برگرد خانومه رو نگاه کن بلکم آشنا باشه. هرچی به خودم فشار آوردم و سرمو برگردوندم که نگاش کنم نتونستم. جواب دادم من نمیتونم. تو یه جوری نگاش کن. بالاخره نه اون تونست نگاه کنه نه من. پس از مدتی که گذشت مثل اینکه اطرافم رو نگاه میکنم سرمو یواش برگردوندم. ای وای خدایا چه لوبتیه. چکمه سفید پاشه، شلوار بلند پوشیده و یک پالتو پوست قیمتی روی شونش انداخته. به رفیقم گفتم چقدر خوشگله. لابد اونا هم عموش و پدرش هستن. یا اینکه حرفم رو بریدم و پرسیدم و عقیده تو حالا چیکار کنیم؟ دوستم گفت میخوریم. گفتم به خدا اگه بخورم. رفیقم داشت سر به سرم میگذاشت و گفت من ودکا رو میخورم تو لیوانهای آب رو بخور. حرفی نداشتم اما میترسیدم بفهمن و بد بشه. گفتم اگه ببینن من دارم آب میخورم مسخرمون میکنن. دختره داره نگاهمون میکنه. دوستم گفت نترس طوری نمیشه. لیوان آبو بردار و برو بالا. از بدشانسی ما لیوانهای سفید رنگ رو آب تصور میکردیم و لیوانهای زرد رنگ رو ودکا. تو نگو لیوان سفیدها ودکا بودند و لیوان زرد رنگ آب لیمو بود. به همین جهت رفیقم آب لیمو رو برداشت و من بیچاره ودکاها رو. موقع نوشیدن به طرف دختره برگرد و لیوانت رو کمی بیار بالا و بهش تعظیم بکن بعد بخور. همونطور که لیوان رو کم کم بالا می آوردم طبق دستور رفیقم سرم رو به طرف دختره برگردوندم و تعظیمی کردم. اونم کاملا مواظب ما بود.
خنده ملیحی روی لبانش موج میزد. من چنان ذوق زده شدم که مثل قهرمانان کشتی و بوکس قدرت و نیروی عجیبی در خودم حس کردم. بی اختیار محتویات لیوان رو که خیال می کردم آب گواراست با یک حرکت بیخ گلو خالی کردم. یک دفعه دیدم از چشمم آتیش شعله کشید، مثل اینکه توی گلوم یک مشت آتیش ریختن. از نوک زبونم تا توی معده‌ام گر گرفت. دیدم چیزی نمونده حالم خراب بشه. به رفیقم گفتم زود بلند شو بریم که الان گندش در میاد. موقعی که از جا بلند شدیم بریم انگار روی صحنه کشتی قدم میزنیم. همش تلو تلو میخوردیم. وقتی که از کنار میز دختره میگذشتم مردی که روی صندلی پهلویش نشسته بود داشت میگفت وای بر پدرت لعنت. یارو رو دیدی؟ با یک ضرب لیوان ودکا رو انداخت بالا. بعد با انگشت اشاره به من کرد و گفت این کوتاه رو میگم ها. AvageBook.com آوای بوف تقدیم می کند خاطرات یک تبعیدی، شاهکار عزیز نسین، ترجمه رضا همراه. AvageBook.com به خدا عزیز نسین خودمم. بدبختی اینجاست که ما حیوان اجتماعی شدیم. اگه درست و حسابی حیوان می شدیم لااقل تکلیفمون روشن بود. نه به کار همدیگه کار داشتیم، نه کسی از ما توقع داشت. اما چون حیوان اجتماعی هستیم و بزرگترین امتیاز ما با سایر حیوانات حرف زدن و سخن گفتن ماست، از درد و دل یکدیگه با خبر میشیم و قهرن یک حس همدردی در دل ما نسبت به هم پیدا میشه و خلاصه با هم دوست و آشنا میشیم. یکی از دوستهایی که پیدا کردم آقای گ بود. این آقای گ از قدیم یک آشنایی مختصری با رفیق تبعیدی من داشته و چون خودش هم آدم روشنفکر و دنیا دیده‌ای بود در این شهر غریب خیلی بیشتر از معمول به ما محبت میکرد. این دوست جدید هم مثل خود ما اهل بورسا نبود. در یکی از قصبه های آناتولی به دنیا اومده بود. در اونجا بزرگ شده بود. پدرش چند وقت پیش به بورسا تبعید شده بود. زن و بچهش رو هم به بورسا آورده و در اینجا ساکن شده بودند. در دوران قدیم همه چیز با حالا فرق داشت. تبعیدی‌هاش هم خوشبخت‌تر از حالا بودن. سلطان حمید به این آسونی کسی رو تبعید نمی‌کرد. کسانی که به قول خودشون هارت و پورت می‌کردن اول بهشون درجه و مقام و پول میداد و با رشوه ساکتشون می‌کرد. اگه طرف آتیشش تند بود و بازم ساکت نمی‌شد ریاست بهش میداد و به نام والی یا شهردار یا رئیس پست و تلگراف به یکی از شهرها میفرستادش. اگه با اینم قانع نمیشد اون وقت تبعیدش میکرد. و همین جهت بود که حکومت‌ها برای تبعیدی‌ها احترام زیادی قائل بودن و میدونستن که این تبعیدی از اون یک دنده هاست. براش مقرری تعیین میکردن و هر چی کم و کسری داشت بهش میرسوندن. به طوری که آقای گ تعریف میکرد در دوران تبعیدی پدرش از طرف حکومت روزی 2 کیلو گوشت، 2 کیلو برنج و 1 کیلو قند و شکر با سایر مخلفات براشو میفرستادن. از حکومت گذشته اعیان و اشراف شهر هم کمک به تبعیدی ها رو یک نوع شخصیت و بزرگی میدونستند. مخصوصاً اگه تبعیدی سواد داشت اعیان و اشراف اصرار داشتند پسرشون پهلوی اون درس بخونه و چیز یاد بگیره. خلاصه تبعید شدن هم شانسی بود که هر کس به این افتخار نائل می‌گردید تبعید میشد نونش توی روغن بود. این روزها برکت از همه چیز رفته. تبعیدیش هم مثل من بیچاره است که گاهی 2 روز غذا بهش نمیرسه.
به ماها کسی که کمک نمی‌کنه هیچ، به محض اینکه میفهمن تبعیدی هستیم 2 تا پا دارن و 2 تا دیگه هم قرض میکنن و در میرن. آخه این روزا دیگه تبعیدی منحصر به مردان سیاسی نیست. قاچاقچی‌ها، کلاهبردارها، چاقوکش‌ها رو هم تبعید میکنن. وقتی یک نفر با ما روبرو میشه چه میدونه ما از کدوماشونیم؟ خیال میکنه ما هم چاقوکش حرفه‌ای هستیم. بعضی از این قاچاقچی‌ها تازگی کلک خوبی یاد گرفتن. اینا مخصوصاً یک کاری میکنن که به نقاط مرزی تبعیدشون کنن. بعدش هم چون به اتفاق 2 تا ژاندارم به تبعیدگاه اعزام میشن و هیچ کس بهشون شک نمیبره و کاری نداره، کلی اموال قاچاق حمل میکنن. آشنا شدن با آقای گ خیلی خوشمزه بود. یک روز با رفیقم توی قهوه خونه نشسته بودیم که آقای گ وارد شد. با رفیقم خوشوبش کرد و نشست پهلوی ما. دوستم منو به اون معرفی کرد. عزیز پسر نسین. چشمای آقای گ بزرگ شد. چشمکی به من زد و گفت به به، پس شما پسر نسین هستین؟ ماشاءالله چقدر بزرگ شدین. شروع به تعریف از پدر من کرد. پدر منو برد به آسمون 7. می گفت به به، عجب قلم خوبی داشت، چقدر عالی چیز می نوشت. شروع کرد از داستانهایی که من نوشتم تعریف کردن. می گفت اون چقدر خوب بود، اون یکی واقعا عالیه. اون منو با پدرم اشتباه کرده بود و گمان می کرد این داستانها رو پدرم نوشته. از حرف زدنش خیلی خوشم می آمد. می خواستم ببینم آخر کار به کجا می رسه. رفیقم داشت می خندید. آقای گ برگشت به طرف من. ایشالله شما هم مثل پدرتون میشین. مملکت به همچین نویسنده های خیلی احتیاج داره. رفیقم نتونست طاقت بیاره و گفت نویسنده معروف خود اینه، نه پدرش. آقای گ سرشو به علامت نفی تکون داد و گفت شوخی نکن، به خدا راست میگم. نه بابا، والا خودشه. آقای گ سر تا پای منو ورانداز کرد. نتونست در این قد و قامت و هیکل غناس قیافه عزیز نسین نویسنده رو تشخیص بده. اگر سر و لباسم رو بگی که خبری نیست، اگه قد و بالا رو بگی که خیته. حقم داشت باور نکنه. گفت به خدا باور نمی کنم. تو داری منو مسخره می کنی. بالاخره با 1000 قسم و آیه بهش ثابت کردم که عزیز نسین نویسنده خود منم. ولی تا آخرین روزهای تبعیدی من انگار شک داشت و باورش نمیشد. روز آخر هم که میخواستیم ازش خداحافظی کنیم پرسید راستی عزیز نسین خود شمایی؟ خیلی جالب بود. نه تنها آقای گ بلکه خیلی ها باورش رو نمیشد که من عزیز نسین هستم. یک روز توی چاپخونه‌ای که روزنامه در می آوردم یک دختر خوشگل و بلند قدی وارد دفتر شد و گفت میخوام عزیز نسین رو ببینم. گفتم خودمم، بفرمایید. دختره تعجب کرد. ده راستی شمایین؟ من شما رو در خیال خودم یک جوان قد بلند و خوشتیپی در حدود 45 سال که کنار موهاتون جو گندمی شده فکر میکردم. گفتم متاسفانه اونجور که شما فکر میکردین نیستم و اینجورم. دختره مثل این که اغفال شده و کسی سرش کلاه گذاشته با ناراحتی از جاش بلند شد و رفت. دکتر امراض زنانه. از اشخاص سرشناسی که توی بورسا با من آشنا شد یک دکتر امراض زنانه بود. این آقای دکتر در بورسا خونه و مطب بزرگی داشت. وضع مالی و کسب و کارش خیلی خوب بود. هر کسی رو که در این دنیا ببینید یک نقطه ضعف و عادت غیر معمولی داره. اما این جناب دکتر از سر تا پاش غیر عادی بود. از اخلاق و رفتار و عاداتش که چه عرض کنم. یه زمانی هم یک نشریه چند صفحه‌ای در می آورد.
در حقیقت سرمایه‌اش رو دکتر میداده و کارش رو دیگران انجام میدادن. توی این نشریه اشعاری هم از خودش چاپ میزده. در موسیقی هم دست داشت. نقاشی هم میکرد. چیز هم مینوشت و از همه خوشمزه تر این که خیال میکرد آوازخونیش هم خوبه. از ما توی کتابخونه‌اش پذیرایی میکرد. این کتابخونه‌ای که میگم عین هو دکان سمساری بود. دور تا دور اتاق مقداری کتاب قاطی پاتی روی هم ریخته بود. یه گوشه اتاق 2 ویولون که سیمهاشون پاره بود دیده میشد. روی دیوارها چند تابلو از کارهای خودش به طور نامنظم آویزون بود. یک پیانو هم داشت که از بس روش کتاب و خرت و پرت ریخته بود، هیچ کس نمیتونست پیانو رو تشخیص بده. این جناب دکتر یک عیب بزرگ دیگه هم داشت. حرف زدنش به همه زبانی شبیه بود جز ترکی. به غیر از اعداد و افعال کمکی توی حرفاش کلمات ترکی پیدا نمیشد. از این جهت کمتر کسی میتونست حرفش رو بفهمه. علت آشنایی اون با ما 2 نفر تبعیدی هم همین بود. چون ما به زبانهای عربی، فارسی، انگلیسی، فرانسه آشنا بودیم، حرفای اون رو میفهمیدیم. هر وقت هم حرف اون رو نمیفهمیدیم، از کتاب لغت پیدا میکردیم. آقای دکتر فعل کمکی کردن رو استعمال نمیکرد. به جای اون نمودن یا انجام دادن رو به کار میبرد. مثلا میگفت به عرق التفات نمی نمایید، یا تقاضامندم لطف بفرمایید آقا. با اینکه خودش 10-15 بیت شعر بیشتر بلد نبود، هر وقت پیشش می رفتیم ما را مجبور می کرد به قدر 4 دیوان براش شعر بخونیم. می گفت التفات بفرمایید و حقیر را مستفیض نمایید. وقتی هم که ما شروع به خوندن شعر می کردیم، چنان قیافه‌ای می گرفت که الان هم بعد از گذشت سالها هر وقت یادم می افته خندم می گیره. برای هر بیت شعر که می خوندیم آقای دکتر یک استکان عرق سله می داد. بعد هم برای اینکه اظهار فضل کرده باشه می پرسید این اشعار مصطفی متعلق به ندیم شاعر گرانمایه و رفیع پایه نمی باشد؟ می گفتم خیر، مال عارف حکمت است. آقای دکتر برای پامال کردن موضوع استکان عرق دومی رو تعارف می کرد. می گفت التفات بفرمایید، نوش جان بفرمایید. هرچه عرقهای آقای دکتر خوب بود، غذاهاش قابل خوردن نبود. اونجا هم مجبور بودیم عرق رو خالی خالی بخوریم. فقط مواقعی که از گرسنگی دلمون به قار و قور می افتاد از غذای آقای دکتر می خوردیم. آقای دکتر یک عیب دیگه هم داشت. استکان 2 و 3 عرقش به 4 نمی رسید که سیاه مست می شد. وقتی هم که مست می کرد دیگه یک گردان سرباز هم نمی تونست جلوش رو بگیره. ویولون رو به دست می گرفت و شروع به ویولون زدن می کرد. من که در زندگی این همه زجر کشیدم و سختی دیدم، از ویولون زدن اون کلافه می شدم. وای به حال دیگران. به خاطر همین ویولون زدن دکتر بود که ما تا مجبور نمی شدیم و گرسنگی بهمون فشار نمی آورد به خونه اون نمی رفتیم. هر وقت هم که از خونه دکتر بیرون می آمدیم حس می کردم 40 سال پیرتر شدم. این دوست هنرمند ما گذشته از این هنرهاش دلش می خواست وکیل هم بشه. البته این روزها هر کسی رو ببینی دلش می خواد وکیل بشه. و اگه قرار بود همه کاندیداها به آرزوشون می رسیدن، گنجایش مجلس باید لااقل به اندازه نصف مردم کشور باشه. اون وقت زیاد بعدم نمی شد. جمعیت مملکت 2 قسمت می شدن. نصفشون وکیل بودن و نصف دیگه شونم موکل. و هر وکیلی حداقل یک موکل داشت. ما هر دفعه بهش قول همکاری صمیمانه میدادیم و قرار مدار میگذاشتیم که رأی ما 2 نفر مال اون باشه. نه اینکه خیال کنید بهش دروغ میگفتیم، نه.
این قول رو از صمیم قلب و با وجدان پاک میدادیم، چون رأی ما که تا به حال هیچ جا حساب نشده. اینم روی گذشته ها. اقلن این دکتر 10-15 تا شام و ناهار به ما داده و از این راه حق بزرگی به گردن ما داره. فقط هر وقت دکتر ویولون میزد من از بس ناراحت می شدم، قول و قرارهام یادم می رفت و از رأی دادن به اون منصرف می شدم. حتی تصمیم می گرفتم دیگه خونه دکتر نیام. اما گرسنگی که حمله می کرد بی اختیار با دوستم راه خونه دکتر رو پیش می گرفتیم. راست گفتن. هر بلایی سر آدم میاد یا از دست زبونشه یا به خاطر شکمش. حضرت خضر به داد ما رسید. یکی دیگه از آشناهام در بورسا جوانی بود که مادرزاد خودشو هنرمند و ادیب و شاعر میدونست. فکرشو بکنید در این بورسای بزرگ برای ما چه آشناهایی پیدا میشد. اونو به نام داستان نویس به من معرفی کردند. هنوز دوره متوسطه رو تمام نکرده بود، اما عقلش یک وجب بالاتر از سرش پرواز میکرد. پس از 2-3 جمله صحبت کردن رو راست گفت: من کار شما رو هیچ نمیپسندم. این کار شما سبک نداره. جواب دادم: ممکنه. بعد از اینکه حساب منو رسید شروع به انتقاد از بقیه کرد و بدون هیچ زحمت و مشکلی تمام نویسندگان و شعرای کشور رو از پیر و جوان، روشنفکر و مرتجع، نوپرداز و پیشرو همه رو رد کرد. ازش پرسیدم: شما چی رو میخونید؟ جواب داد: چی هست که بخونم؟ حیف از وقت که آدم صرف خوندن این چرندیات بکنه. آثار هیچ یک از نویسندگان و شاعرای ما ارزش خوندن نداره. روزهای اول خیال میکردم واقعا کسیه. مطالعاتی داره و حتما توی نشریه های اینجا مطالبی چاپ زده. پرسش و جستجو کردم تا از آثار اون نمونه‌ای پیدا کنم و کارش رو ببینم، ولی چیزی پیدا نکردم. از خودش خواستم برام نمونه‌ای از آثارش رو بخونه. یارو مثل اینکه جایزه نوبل گرفته چین و شکنی به ابروهاش داد و گفت: حیف نیست آدم برای این مردم چیز بنویسه؟ جواب دادم: درسته. منظورم اینه نمونه‌ای از اون آثاری که شما نوشتین و مردم نفهمیدن برای ما هم بخونید. گفت: من هنوز چیزی تهیه نکردم. گفتم: شما که هنوز کاری نکردید چطور مطمئن هستید نوشته هاتون شاهکاره و سایرین رو نمیپسندید؟ اون اصلا گوشش به این حرفا بدهکار نبود. نویسندگی رو یک نبوغ خداداد میدونست و معتقد بود خداوند این نبوغ رو در دنیا فقط به چند نفر داده. یکی هم وجود حضرت ایشان بود. برای نمونه چند تا از شاعرها و نویسندگان خارجی رو نام برد که مدرسه نرفته و استاد ندیده کارهای جالبی ارائه دادند. گفتم: برادر، به اونجا میگن آمریکا، جایی که اسمش رو نیویورک گذاشتن. اگه دستت رو تو جیبت بکنی و توی خیابونها بگردی و ساختمونها رو تماشا کنی، از چشم تا گوشت پر از دانستنی میشه. اما توی این بورسا اگه 100 سال توی کوچه ها و خیابونهاش پرسه بزنی چی یاد میگیری؟ هر وقت یادم میاد که چه ساعتهای وقتم رو با این پسری خل و دیوونه گذروندم حرصم میگیره و به این کار احمقانم تأسف میخورم. اما اگه فکرشو بکنید زیاد هم تقصیر نداشتم. در یک شهر غریب و بدون هم صحبت آدم حاضر با اشخاص احمق‌تر از اینا دوست بشه. بعد از مدت‌ها یک روز این جوان داستانی رو که نوشته بود آورد برام بخونم. فرداش پرسید: داستانم چطور بود؟ گفتم: وقتی مطلب میاد سر خط باید با حروف درشت بنویسی. شونه هاشو بالا انداخت و جواب داد: این قیدها چه لزومی داره؟ چرا باید خودمونو اسیر این قوانین پوچ بکنیم؟ گفتم: آقا جان، همانطور که
آهنگری، مسگری، رادیو سازی و هر صنعت و هنری قواعد و قوانین مخصوصی داره؟ در کار نویسندگی هم باید قوانینش مراعات بشه. گفت ول کن بابا، من هر جور دلم میخواد مینویسم. جواب دادم مختاری، در مملکت آزادی هست، هر کسی هر جور دلش میخواد میتونه بنویسه. ولی اگر بخوای قوانین رو مراعات کنی باید زحمت بکشی و قواعد یاد بگیری. حتی رعایت علامت گذاری در نوشتن داستان خیلی مهمه. سرش رو با تمسخر تکون داد و گفت شماها چه آدم‌های غالبی هستید. من تموم این قوانین رو زیر پا گذاشتم و به همشون توف میکنم. اینا دیگه قدیمی شده. گفتم نکته ها و اشاره ها هم اشتباهه. انگار شما اینجا نقاشی کردی. ویرگول ها و نقطه ها رو هر جا دلت خواسته گذاشتی. آخه این علامت ها از دیدگاه خواننده هر کدومش یک معنای مخصوصی داره. چطور تو همه رو دور ریختی؟ گفت کسی نوشته های من رو درک نمی کنه. سرم رو حرکت دادم و توی دلم گفتم راست میگی. هیچ کس از نوشته های تو چیزی نمیفهمه. این دوست ادیب و دانشمند یک هنر دیگه هم داشت. اون روزها یک بدبختی بزرگ اخلاقی دامنگیر عده‌ای از جوانها شده بود. وقتی که هوا تاریک می شد اینها یک نردبان کوتاه و یک حلقه طناب قلابدار بر می داشتن و توی کوچه پس کوچه ها راه می افتادن. توی هر خونه‌ای که حس می کردند خبرهای جالبی هست به هر زحمتی بود از روی دیوار یا از درختهای خیابون یا بالای تیر چراغ خودشون رو به پشت پنجره اتاقها می رسوندند و داخل اتاق رو تماشا می کردند. خیلی هاشون از بالای دیوارها و روی درختها پایین افتاده و ناقص شده بودند. عده‌ای رو هم برق بالای تیرهای چراغ گرفته و کشته بود. با این حال دست بردار نبودند و روز به روز عده اینها زیادتر می شد. کم کم نه تنها جوانها بلکه مردهای مسن و زن و بچه دار حتی افراد سرشناس هم به این درد بزرگ اخلاقی مبتلا می شدند. رفیق ما داستانهای عجیب و غریبی از این شبگردی ها و پشت پنجره رفتن ها تعریف می کرد. خوشمزه اینجاست که اصرار داشت ما هم شبها با اون به این گردش تفریحی بریم. از پیشنهاد اون خندم گرفت. یک مجرم سیاسی هستیم. حالا اگه یک شب پلیس ما رو روی دیوار خونه مردم و پشت پنجره دیگران ببینه چه قشقرقی راه میفته. اگه بگیم برای گردش و هواخوری اومدیم چی جواب میده؟ اگه بگیم میخواستیم فرار کنیم که تکلیف معلومه. اون روزها خیلی سعی کردم به این جوان بفهمونم که این عمل خوب نیست. ولی گوشش به این حرفها بدهکار نبود. به همین جهت رفت آمدم رو باش قطع کردم. یک شب سرد زمستون بود. من و رفیق تبعیدیم گوشه اتاقمون دراز کشید و از سرما و گرسنگی مثل بید میلرزیدیم. شکر تمام شده بود. پول نداشتیم نفت تهیه کنیم. چشمامون رو به پنجره دوخته بودیم ببینیم کی صبح میشه. لااقل سری به خونه دکتر امراض زنانه بزنیم و با خوندن چند بیت شعر دلی از عزا در بیاریم. رفیقم خیلی آه و ناله میکرد. از بختش شکایت داشت. گفتم سعی کن خوابت ببره. آدم توی خواب گرسنگی رو حس نمیکنه. رفیقم خنده تلخی کرد و از لای دندونهاش با غیظ جواب داد آدم گرسنه کجا خوابش میبره؟ برای اینکه ناراحتیش رفع بشه به شوخی گفتم بخواب تا حضرت خضر به خوابت بیاد. با ناله گفت ای حضرت خضر بیا غیرتت رو نشون بده، بیا به داد ما برس. ای حضرت خضر اگه حالا نیای از چه روزی به درد ما میخوری؟ نصف شب بود. درد خودم یک طرف، هزیون گفتن رفیقم هم بیشتر ناراحتم میکرد. گفتم ده بخواب، حرف نزن تا خوابت ببره.
اون میگفت آخه بابا چطور بخوابم؟ از سرما و گرسنگی خوابم نمیبره. گفتم برو شکر کن. لااقل یک اتاق داریم و زیر یک سقف خوابیدیم. اگه الان یک زمین لرزه بشه و سقف هم روی ما خراب بشه، اون وقت تکلیف چیه؟ رفیقم به صدای بلند خندید. توی این خنده ما یک دفعه صدای در بلند شد. هر دو دچار حالت مخصوصی شدیم. من بی اختیار داد کشیدم کیه این موقع شب در میزنه؟ رفیقم سیخکی از تو رخت خواب بلند شد و پرسید خیال میکنی کیه؟ با خنده گفتم لابد حضرت خضر اومده. رفیقم گفت ما همچین شانسی نداریم، ممکنه عزرائیل باشه. کسی که پشت در بود خیلی عجله داشت و پشت سر هم در میزد. از پله ها اومدم پایین و قفل آهنی پشت در رو باز کردم. خیال میکنید پشت در کی بود؟ همون جوان شاعر و شبرو بود. سلام داد و بدون اینکه تعارفش کنم اومد تو. رفتیم بالا. رفیقم تا اونو دید گفت خیلی به موقع اومدی. ما خوابمون نمیبره و حاضریم بریم پشت پنجره خونه های مردم تماشا. جوان شاعر بسته ای رو که دستش بود به طرف من دراز کرد و گفت براتون کیک آوردم. رفیقم بدون اختیار خنده بلندی کرد و گفت دیدی حضرت خضر چجوری میاد؟ دوست شاعر ما حرف رفیقم رو باور کرده بود و اصرار داشت که هر ستایی بریم گردش شبانه، ولی ما همه فکر و ذکرمون این بود که اونو از سر وا کنیم و به جون کیک بیفتیم. بالاخره جوان شاعر زحمت رو کم کرد و رفت. ما هم مثل قحطی زده ها حمله رو به کیک شروع کردیم. لقمه چهارم رو که توی دهنم گذاشتم بوی مخصوصی به دماغم خورد. از رفیقم پرسیدم این چه بویه؟ رفیقم گفت آره انگار کیک یه بوی میده. گفتم نه بابا بخور خوشت میاد. لقمه چهارمی هم خوردیم. این دفعه رفیقم گفت مثل اینکه یه مزه مخصوصی میده. حالا نوبت من بود اعتراض کنم. گفتم خوشی زیر دلتو زده. این موقع شب حضرت خضر برات کیک فرستاده داری ایراد میگیری؟ وقتی که لقمه پنجمی رو خوردیم رفیقم که پیرتر و ضعیفتر از من بود چشمهاش حالی به حالی شد و رنگ و روش پرید و بعدش هم دستش رو به دلش گرفت و شروع به ناله کرد. من هم یک حالت تهوع حس می کردم. با وجود این پرسیدم چی شده؟ رفیقم روی زمین دراز کشید و داشت به خودش می پیچید. داد کشید ما مسموم شدیم. گفتم برای چی ما رو مسموم می کنن؟ دلیلشو نمیدونم. خلاصه مسموم شدیم. راستم می گفت. منم حالم به هم خورد. منم افتادم روی زمین و هر دوتایی شروع به ناله کردیم. رفیقم گفت اگه یه کمی ماست پیدا کنیم خوبه. گفتم سیر هم میخوای؟ اگه باشه خیلی خوبه. سیر و ماست بهترین دوای مسمومیته. گفتم چی میگی بابا؟ این موقع شب سیر و ماست کجا بوده؟ رفیقم درست حسابی شروع به عزاداری کرد. در این شهر غریب با خاری و خار میمیریم. جنازه ما روی زمین میمونه. در حالی که خودم داشتم خفه میشدم شروع به دلداری اون کردم. طوری نمیشه بابا. ناراحت نشو. انگشت بزن بیاد بالا تا حالت خوب بشه. هر دوتایی مشغول انگشت زدن شدیم. من در این قسمت حساسیت زیادی دارم. اگه توی دریا یک ذره موج باشه حالت تهوع به من دست میده. حتی هر وقت تراموایی سوار بشم معده‌ام به هم میخوره. اما اون شب هر کاری میکردم استفراغ بکنم نمیشد. انگشت که سهله. مشتام رو هم کردم تو دهنم خبری نشد.
معلومه دیگه معدم از بس که رنج و ناراحتی دیده دیگه حاضر نیست به زندگی ادامه بده. رفیقم با ناامیدی گفت داریم میمیریم. تکلیف چیه؟ گفتم چی کار کنیم؟ قسمت ما هم این بوده که توی بورسا خاک بشیم. راستش از این حرفی که خودم زدم لرزه شدیدی به تنم افتاد. قیافه بچه هام جلوی چشمام ظاهر شد. دختر 7 ساله و پسر 5 سالم با چشمان اشکبار به نظرم اومد. حالم چنان منقلب شد که چیزی نمونده بود دیوونه بشم. بی اختیار مشت محکمی به شکمم زدم. دلم چنان درد گرفت که اشکم سرازیر شد. رفیقم گفت نگفتم ما همچین شانسی نداریم که حضرت خضر سراغمون بیاد؟ عزرائیل زودتر میاد. هر دوتایی چشم به در دوخته و منتظر عزرائیل بودیم. از درد و ناراحتی به حال اغما افتادیم و دیگه نفهمیدیم چی شد. بدبختی رو تماشا کن که بعد از 10-12 ساعت بیهوشی و اغما هر دو از خواب مرگ آلودمون بیدار شدیم. معلوم شد مسمومیت هم از عهده ما بر نیامد و مرگ هم از ما فرار میکنه. بیدار شدیم، اما چه بیداری! هر دو دچار عوارض مسمومیت و غذای فاسد شده بودیم. به شکم درد و اسهال سختی گرفتار شده بودیم که تا 1 هفته دست از سر ما بر نداشت. دستمال‌های سفید مانند برف. وقتی که اسم بورسا میاد، انسان به یاد پارچه ابریشم، نفتالو، شاه بلوط و آب گرمهاش میافته. اولی ها رو ولش، چون به دست ما نمیرسه. آیا میتونیم به آب گرمش بریم؟ بالاخره آب گرم بورسا رو هم تونستم ببینم. همونطور که برای فروختن پتوی کهنم تمام بورسا رو گشتم تا بازار کهنه فروش ها رو پیدا کردم. بعدها هم بعضی وقتا برای خرید و فروش به اونجا میرفتم خرید که چه عرض کنم. این یه مثاله و الا من چیزی نمیتونستم بخرم. من فقط هر چی داشتم میفروختم. توی بازار کهنه فروش ها با یک پیرمردی آشنا شدم و به زودی با هم رفیق شدیم. یادش به خیر، خیلی آدم خوبی بود. با اینکه هیچ تناسبی با هم نداشتیم، افکار ما با هم کاملا جور بود. توی بورسا این پیرمرد کهنه فروش از بهترین آدم‌هایی بود که با هم آشنا شدیم. یادم میاد در ایام جوانی که توی استانبول کیا و بیایی داشتم، با یک دختر خانم خوشگل و تو دل برو آشنا شدم. دختره خیلی دلش میخواست که با هم یه سینمایی بریم. از محل کارم که توی تاکسیم بود اومدیم بیرون و برای رفتن سینما توی خیابونها راه افتادیم. همینطور که داشتیم برنامه سینماها رو تماشا می‌کردیم، اتفاقاً چند نفر آشنا بهمون برخورد و به من سلام دادن. دختر خانم نگاه مخصوصی به روی من کرد و گفت چقدر دوست و آشنا داری؟ همه بهت سلام میکنن. از حرف دختره من خیلی فیس و افاده کردم و جواب دادم پس چی؟ همه منو میشناسن. دختره خندید و با لحن نیشداری گفت اما توی همه اینها که بهت سلام دادند یک آدم حسابی نبود. همین سلام و علیک ها باعث شد که دوستی من و دختره زیاد طول نکشید. دختر خانم فهمید که من به درد کارش نمیخورم. ولی دوستی من و پیر کهنه فروش با همه بی‌تناسبی روز به روز گرمتر میشد. مخصوصا اون خیلی به من محبت میکرد و خیلی دلش میخواست یه کار خوبی برای من انجام بده. همه آدم ها یک رگ خلی دارن. هیچ کس متوجه خلی خودش نیست، اما خلی طرف رو زود متوجه میشه. خلی پیرمرد کهنه فروش قصه خوردن برای دخترهای ترشیده و مردهای پیر مجرد بود. نمیدونید از دست بی‌عرضگی اینها چه دل پرخونی داشت. حاضر بود هر چی داره و نداره برای شوهر دادن دخترهای ترشیده و مردهای محسن بیزن خرج کنه.
این رو هم بگم که زن خودش بعد از یک مریضی طولانی تازگی‌ها فوت کرده بود و پیرمرد دنبال یکی میگشت تا بچهش رو نگه داره و خودش بتونه تجدید فراش کنه. تنها آرزوش این بود که یک مؤسسه ازدواج سهل و آسان درست کنه. اون روزها این فکرها دیوانگی محض حساب میشد. کی فکر میکرد ممکنه یک روز بیاد که همچین مؤسسه هایی رو خود دولت تأسیس کنه؟ خلاصه این رفیق روشنفکر وسیله رفتن منو به آب گرم بورسا فراهم کرد. روزی که قرار بود من و رفیق هم منزلم به اتفاق پیرمرد کهنه فروش به آب گرم بریم، تصمیم گرفتم لباسهای کهنه و چرکم رو هم ببرم و اونجا بشورم. لباس شستن در بورسا برای ما دردسر بزرگی بود. پولی نداشتیم که لباسها رو به رختشو بدیم. توی خونه‌ای هم که نشسته بودیم نه آب گرم داشت و نه خودمون وسیله‌ای داشتیم که آب گرم کنیم و همین که چیزی نداشتیم که توش لباس بشوریم. پس چه بهتر که با یک تیر دو نشون بزنیم. هم از مزایای آب گرم استفاده کنم و هم لباسها رو بشورم. با خودم گفتم خداوند به خاطر ما بیچاره های تبعیدی رو این آب گرم رو برای این خلق کرده که هم دردهامون رو شفا بده و هم لباسامون رو توش بشوریم. لباس چرک هم یک بخچه بزرگ شد. یک رختشوی زرنگ اگه یک روز صبح تا عصر کار میکرد به زحمت تموم میشد. توی کتاب ها خونده بودم که آب گرم بورسا دارای مواد معدنی زیادیه و از هر جهت غنیه، خواص و صدها نوع ویتامین داره. میخواستم حالا که بعد از سالها فرصت برام پیش اومده از تمام خواص و مزایای این نعمت الهی بهره‌مند بشم. نمیدونم این داستان رو شنیدین؟ آدم فقیری سالها آرزو داشت که به کنار دریا بره و حموم آفتاب بگیره. بعد از مدتی که این آرزوش برآورده شد، به قدری توی آب دریا موند و زیر آفتاب دراز کشید که پوستش سوخت و تنش دچار آفتاب زدگی شد. چند ماه توی رخت خواب افتاد و بالاخره هم عمرش رو داد به شما. منم همین بلا سرم اومد. این کارهای احمقانه که از بعضی ها سر میزنه، نه از نادانی و بی اطلاعی نیست، بلکه از بی پولیه. رسیدیم به محل آب گرم. در وسط محوطه بزرگی که یک گنبد بلند روش ساخته بودند و آب از زمین می جوشید. اطراف این حوض بزرگ حوضچه‌های کوچکی ساخته بودند که توی اونها آب کدر سبز رنگی دیده میشد. بخار غلیظی مثل دود سیگار از روی حوضچه‌ها به هوا میرفت و هوای سنگینی فضا رو پر کرده بود. بوی مخصوصی مشام آدم رو قلقلک میداد. میدونستم این بو که زیاد هم مطبوع نبود، در اثر ترکیبات فسفر، نقره، سرب و گوگرده. استحمام در این آب معدنی خواص زیادی داره. میگفتند آدمهای چلاق و افلیج اگه توی این آب برند سالم بیرون میان و رقص میکنند. لابد من که از آب در بیام بیرون پرواز میکنم. پیرمرد کهنه فروش و دوست همخونه هم رفتن توی آب. من نشستم کنار یکی از حوضچه‌ها و شروع به شستن لباسهام کردم. میخواستم اول جورابهام و دستمالهام رو بشورم، بعد خودم برم توی آب. از فکر این که بعد از استحمام در این آب گرم و معدنی درد پا و ناراحتی‌های اعصابم تسکین پیدا میکنه، قند توی دلم آب میشد. دستمالها و جورابهام رو ریختم جلوم و مشغول شدم. در ضمن به فکر آب معدنی و خواص عجیب اون بودم. اشعه ریون ایکس، گوگرد، نقره، سرب. نمیدونم چه مدت گذشت. من همینطور به جون لباس ها افتاده بودم. رفیقم گفت ما داریم میایم بیرون، چرا معطلی؟ هنوز شستن جوراب ها و دستمال ها تموم نشده بود. گفتم من بعد میام.
رفقام از آب اومدند بیرون، لباس پوشیدند و رفتند خارج محوطه را تماشا کنند. من همونطور داشتم با لباسهام ور می رفتم و برای اینکه بهتر تمیز بشن فعالیت می کردم. حمومی اومد و گفت رفقا منتظر شما هستن. جواب دادم بگو یه کمی صبر کنن اومدم. برای اینکه زودتر کارم تموم بشه با فعالیت بیشتری شروع به کار کردم. نبضم به شماره افتاد و هن کنان زور می زدم تا لباسها خوب تمیز بشه. یک خبر دیگه از رفقا رسید. هرچی اونا پیغام می دادند من به خودم بیشتر فشار می آوردم. توی دلم می گفتم غیرت بکن پسره، اشعه ایکس ها، جانمی بجم، نقره گوگرد، پسر جون زود باش. یک دفعه حس کردم سرم گیج میره. جلوی چشمم سیاهی گرفت. از حال رفتم و چیزی نفهمیدم. معذرت میخوام. زیر شلواریم رو داشتم میشستم. این زیر شلواری رو طوری توی دست ها محکم گرفته بودم که هر کاری کرده بودن از دستم بگیرنش نتونسته بودن. بیهوشی که سهله. اگه میمردمم زیر شلواریمو از دست نمیدادم. درسته که من خیلی ناراحتی کشیدم، ولی هیچ ناراحتی بالاتر از بیشلوار موندن نیست. بعد از اینکه مدتی رفقا مالشم دادند و تنفس مصنوعی بهم دادند به هوش اومدم. از این مسمومیت خطرناک نجات پیدا کردم. به محض اینکه چشمم رو وا کردم پرسیدم لباس هام کو؟ اطرافیانم خندیدند و اشاره به توی دست هام کردند. اینها تو دستت گرفتی؟ مدتی زیر شلواری رو نگاه کردم و پرسیدم بقیهش کو؟ لباس های خیسم رو آوردند. من هنوز هزیون می گفتم گوگرد، اشعه ریون. این هم داستان آب گرم رفتن من بود. بعد از این همه زحمت و پس از ماه‌ها که آرزو داشتم توی آب گرم استحمام کنم، نه تنها نتونستم برم توی آب، بلکه چیزی هم نمونده بود فدای ترکیبات آب گرم بشم. این آب گرم رفتن فقط یک نفعی برام داشت. 3 از دستمال‌هام حسابی تمیز شده بود و مثل برف سفید شده بودند. شاید شما توجه ندارید که دستمال برای یک نفر تبعیدی چقدر لازمه. بله، برای یک نفر تبعیدی دستمال از هر چیز بیشتر لازمه. هم برای پاک کردن اشک چشمش و هم برای گرفتن دماغش. آوای بوف تقدیم می کند خاطرات یک تبعیدی، شاهکار عزیز نسین، ترجمه رضا همراه. AvayBoof.com. تهمانده های خاطرات تلخ. میخوام آخرین روزهای تبعیدی رو در اینجا خاتمه بدم. اونا رو که تلخ بودن گذاشتیم کنار. خنده‌دارها رو براتون جدا کردم. تنها دوستی که تا آخرین روزهای تبعیدی با من صمیمی موند، مجسمه سازی بود به نام حکمت. با اینکه کارش بسیار پخته بود و مجسمه های خوبی می ساخت، اما چون نتونسته بود از این راه شکم زن و بچهش رو در استانبول سیر کنه، این بود که پدر زنش بهش رحم کرد و فرستاده بودش توی کارخونه‌ای که در بورسا داشت دربان شده بود. در واقع حکمت یک تبعیدی بود. منتها ما تبعیدی های سیاسی بودیم و اون به خاطر فقر و بیپولی تبعیدی بود. جز این هیچ وجه اشتراکی با هم نداشتیم. همین موضوع در این بورسای بزرگ 2 نفر را که هیچ وقت همدیگر رو نمیشناختند با یکدیگه آشنا کرد. من وقتی از درد حکمت خبردار شدم، درد خودم رو فراموش کردم.
کار خودم رو ول کردم و دنبال مشتری برای حکمت میگشتم تا بهش مجسمه سفارش بدن. مشتریهای زیادی براش پیدا کردم. البته حکمت از دربانی نجات پیدا کرد، ولی به ضررش تموم شد. همیشه فکر میکنم اگه این حکمت آدم پولدار یا کاردانی بود، آیا باز هم به ما خدمت میکرد؟ اینجور فکرها همیشه آدم رو آزار میده و دید آدم رو به جامعه بدبین میکنه. اما چه کنم؟ دست خودم نیست و همیشه برای من بد پیش اومده. در بورسا یک دوست دیگم پیدا کردم که از خودم دیوانه تر بود. دیناری پول نداشت، اما اینقدر خوشمزه بود که آدم از حرفاش به قدری میخندید که روده بر میشد. دائم میگفت اگه پارسال ما با هم آشنا میشدیم چقدر خوب بود. 1 سال پیش پدرش فوت کرده و 50,000 لیره بهش ارث رسیده بود. این بی‌انصاف تمام پولها رو در مدت 1 سال بالا کشیده و مفلس شده بود. حالا تعریفش رو برای ما میکرد و تکرار میکرد اگه پارسال من با تو آشنا میشدم بهت میگفتم بگیر 10,000 لیره. چقدر خوب بود پارسال با هم آشنا میشدیم. هر وقت با هم روبرو میشدیم مدتی از این حرفا میزد. بدبختانه هر روز هم اونو میدیدم. اینقدر از این حرفا زد که موقع رفتنم از استانبول انگار من پولاشو گرفتم و بهش بدهکارم. مثلا اون فکر میکرد اگه من بودم اون پولاشو حروم نمیکرد و حالا که نبودم گناهکارم. سر شام و نهار تا سفره رو باز میکردیم رفیق ما از در وارد میشد و قصه همیشگیش رو شروع میکرد. پارسال کجا بودی؟ ما هم مجبور میشدیم بهش تعارف کنیم. بفرما سر سفره. رفیق ما بی تعارف می نشست و قصه رو تکرار می کرد. حیف که ما دیر به هم رسیدیم. 4-5 سال بعد یک روز اونو توی استانبول دیدم. بازم مفلس بود. بعد از رفتن من از بورسا یک ارث دیگه هم بهش رسیده بود. بی انصاف کلک اونم کنده بود. تا منو دید گفت برادر کجا بودی؟ من بازم مفلس شدم. اگه بدونی چقدر عقبت گشتم. اگه پارسال تو رو دیده بودم چقدر خوب بود. با خودم گفتم من کدوم کاری رو به موقع انجام دادم که این دومیش باشه. هر کسی هم که به من میرسه میراثش رو خورده. یکی از دوستان فراموش نشدنی من در بورسا یه پسر بچه‌ای بود. این پسر بچه همسایه ما بود و در حدود 5 سال داشت. موبور، خوشتیپ و خوشگل بود. خیلی به پسر من شباهت داشت. هر روز صبح از خونه می آمد بیرون، جلوی در حیاطشون منتظر من می شد. هر وقت اونو می دیدم به یاد پسرم می افتادم. به همین جهت هر روز 5 قروش از مخارجم رو پسنداز می کردم و صبحها که اونو می دیدم می بردمش بقالی سر کوچه و یک شکلات براش می خریدم. یک روز صبح که از خونه اومدم بیرون، تا دوست کوچولوم دوید جلو دست انداخت گردنم، یک صدای کلفت از عقب صداش کرد. پدرش بود جلوی در ایستاده بود. بچه از ترسش یخ کرد. سرش رو انداخت پایین و رفت پیش باباش. یارو بچه رو گرفت به باد کتک و فوش میداد که چرا با یک تبعیدی حرف میزنه. بعد از این دیگه با اون حرف نزدم. هر روز صبح که از در خونه می آمدم بیرون، بچه هم جلوی خونهشون منتظرم بود. هر دو همدیگر رو نگاه می کردیم. بچه سرش رو مینداخت پایین و منم بغض کرده مثل اینکه بچه خودم رو نوازش نکردم میرفتم دنبال کارم. بیشتر روزها وقتم رو در کتابخونه‌های بورسا میگذروندم. یک روز توی کتابخونه مردم ضمن مطالعه اطرافم رو نگاه میکردم. یک عده سخت غرق مطالعه بودند. توی اینا 2 جوان نه تنها مطالعه نمی‌کردند، بلکه بلند بلند با هم حرف می‌زدند و شوخی‌های بی‌مزه می‌کردند.
همه ناراحت شده بودیم. هرچی بهشون نگاه کردم ساکت نشدند. کفرم داشت در می آمد. بالاخره طاقت نیاوردم و به اون که بیشتر شلوغ می کرد گفتم آقایون، من یک کلمه رو چند بار می خونم متوجه نمیشم. ممکنه کمی ساکت باشین؟ اونا بیشتر سر و صدا را انداختند و مسخره بازی در می آوردند. با حالت عصبانی از کتابخونه رفتم بیرون. توی خیابون متوجه شدم یک نفر از پشت سر صدام میکنه. سرم رو برگردوندم، دیدم یکی از همون جواناست که مسخرم میکرد و من بهشون پرخاش کردم. خیال کردم میخواد بهم توهین کنه. تندتر حرکت کردم. جوانک هم تندتر دوید و رسید به من. وقتی پهلوم ایستاد بهم گفت شما عزیز نسین هستید؟ بله. این دفعه با خجالت سرش رو انداخت پایین و گفت تو دفتر کتابخونه اسم شما رو دیدم. این بود که اومدم ازتون عذر بخوام. چشمم پر از اشک شد. فهمیدم که هنوز هم یک نفر پیدا میشه که به خاطر اسم من به من احترام بگذاره. دوران تبعیدی من گرچه خیلی سخت گذشت، اما مثل عمر دشمن کوتاه بود. وقتی هم به استانبول برگشتم تازه اول مصیبت بود. تمام تشکیلاتی که قبلا درست کرده بودم همه درب و داغون شده بود. روزی از نو مشغول کار بشم و تمام تشکیلات رو دوباره درست کنم. شاید شما خواننده عزیز خیلی دلتون بخواد بفهمید که چرا من تبعید شدم. به همین جهت بد نیست اشاره‌ای به این قسمت بکنم. اون وقتا زمزمه وام گرفتن از آمریکا تازه شروع شده بود. دولت میخواست برای اصلاح کارها از آمریکا پول قرض کنه. من شاگرد مکتب آتاتورک هستم. اون رادمرد بزرگ یکی از نصیحتاش به ملت این بود که ناراحتی بکشید ولی قرضدار نشید. از شنیدن موضوع وام گرفتن دولت خیلی ناراحت شدم و از روی ایمانی که داشتم مقاله کوچک و مختصری نوشتم و دولت رو متوجه عواقب وخیم وام گرفتن از کشورهای دیگه کردم. به علت همین فضولی بیجا دادگاه صالحه که این مقاله رو برخلاف صلح ملی تشخیص داده بود منو به زندان و تبعید محکوم کرد. بعد از من سایرین مقالات آتشین و بسیار تندی در این باره نوشتن که نوشته من پهلوی اونها مثل قطره در مقابل دریا بود. ولی عیب من این بود که جزء دار و دسته اونها نبودم. من یه جوان 30 ساله‌ی پرشور و با ایمانی بودم. اما اونا رو چه عرض کنم؟ گناه من این بود که پا از حد خودم فراتر گذاشته بودم. به نظر اونها هر کسی باید روی مرز خودش راه بره. این دوران تبعید و زندان یک خاصیت برای من داشت. بعد از 10 سال رنج و سختی تازه فهمیدم هر کسی حق نداره وطن پرست باشه. این صفت پسندیده هم اختصاص به یک عده مخصوص داره. بازپرس اولین سوالی که از من کرد این بود: مردی که فکر کردن برای مملکت به تو چه مربوطه؟ من یادم قحطه که تو میخوای مملکت رو حفظ کنی؟ حالا هم هر وقت به یاد اون روزها میافتم خندم میگیره. نمیدونم شما هم از این خاطرات خندتون گرفت؟ حتما شنیدید یا دیدید که کارخونه‌های بزرگ داروسازی روی داروهای تلخ و بدمزه رو با یک ورق ماده شیرین میپوشونن؟ برای اینکه تلخی این نوشته‌ها از خاطر شما محو بشه، یک شیرینی ناقابل در پایان کتاب میخوام تقدیمتون بکنم. انشاءالله که همیشه شیرین کام باشید. ورود اکیداً ممنوع. چون محل اداره ما از قدیم الایام توی ساختمان‌های خراب و شکسته بود،
به این جهت به محض اینکه یک ساختمان جدید و نوساز برای اداره گرفتند، قبل از تموم شدن کار بنایی و نقاشی شروع به اسباب کشی کردیم. هنوز تکه های گچ و سیمان و تراشه های چوب و سنگ و خاک روی کف اتاقها پر بود که ساختمان رو تصرف کردیم و آستین ها رو بالا زدیم و مشغول تمیز کردن اتاقها و شیشه ها شدیم. با تغییر محل اداره رئیس ما هم عوض شد و یک رئیس جدید به جای اون تعیین شد. رئیس جدید آدم بلندقد و خشنی بود. نگاه نافذ و برنده‌ای داشت. قیافش نشون میداد آدم جدی و کاربریه. روز اولی که به اداره اومد، یک بخشنامه 14 ماده‌ای خطاب به کارمندان صادر کرد و چسبوند پشت در. تا اینجای قضیه موضوع شباهت به اوایل یک فیلم پرماجرا و پلیسی داره. اسرار این موضوع رو بهترین پلیس ها هم نمیتونن کشف کنن. در که از تو قفله. آیا جنایتی اتفاق افتاده؟ یا آقا دیوونه شده؟ آقا یک نفر سیاستمدار بود. برای یک فعالیت حزبی به شهرستانها رفته بود. در این گردش حزبی اولین نطقش رو در یک مرکز استان ایراد کرد. این شهر بزرگ در یک منطقه ایل نشین قرار داشت. هر روز عده‌ای از دهاتی‌ها با لباس‌های مندرس به شهر می اومدند. قیافه شهر روز به روز عوض می شد. آقا در اونجا نطقش رو اینجور شروع کرد. هموطنان محترم، می بینم که شهر شما بهترین شهر دنیاست. اما قیافه دهاتی هایی که به اینجا اومدن منظره شهر شما رو خراب کرده. این موضوع باعث میشه که خارجی ها از اومدن به شهر شما چشم بپوشن. یک توریست به محض اینکه چشمش به یکی از قیافه های ناجور بیفته چنان فرار میکنه که تا آخر عمرش اسم اینجا رو نمیاره. هموطنان محترم، این گرانی، شلوغی و کثافت شهر همش تقصیر دهاتی هاست که خونه و زندگی خودشونو در دهات ترک میکنن. زن و بچه هاشونو میگذارن و میان شهر. نمیگذارن تراموای و اتوبوس مردم را به کارشون برسونه. معلوم نیست اینها از جون مردم شهر چی میخوان. هموطنان محترم، اجداد ما فرمودن هر کسی در خانه‌اش، دهاتی در دهات و شهری در شهر باید زندگی کنه. ما برای جلوگیری از ازدحام این جمعیت باید به هر قیمتی شده تدابیر لازم اتخاذ کنیم. فردا آقا رفت توی یکی از قصبه ها و برای دهاتی ها اینجوری صحبت کرد. هموطنان محترم، 84% ملت ما را شما رعایا و کشاورزان تشکیل می دهید. از قدیم گفتند دهاتی آقاست. این طبیعی است و نمی شود انکار کرد که آبادی مملکت بستگی به فعالیت شما داره. هموطنان محترم، من هم مثل شما یک نفر دهقانزاده هستم و افتخار می کنم که دهاتی هستم. بعضی هموطنان ما از اینکه دهاتی ها به شهر میرن شکایت می کنن. اینها بیچاره هایی هستند که نمیدانند تاریخ چیست، علم چیست، بشریت یعنی چه، اقتصاد کدام است. هموطنان محترم، از روستا به شهر رفتن دلیل ترقی یک کشور پیشرفته است. در مملکت اولین نشانه پیشرفت همین کوچ کردن دهاتی ها به طرف شهر هاست. روز بعد آقای سیاستمدار در جلسه اتاق صنایع سخنرانی کرد. هموطنان محترم، برای اینکه کشور ما به رفاه و آسایش برسد، همینطور که همه شما می‌دانید باید موجودی ارز کشور را بالا ببریم. ارز هم فقط از راه توسعه صنعت و صادرات به دست می آید.
ما باید به هر زحمتی است جلوی واردات را بگیریم و صادرات را توسعه بدهیم. اگر واردات میزانش بالا برود، خدا آخر و عاقبت ما را حفظ کند. هموطنان محترم، اگر ما قهوه خارجی نخوریم، اگر ماشین‌های آخرین سیستم زیر پای ما نباشد، اگر دستگیره در اتاق‌هایمان خارجی نباشد، مگر میمیریم؟ نه، هیچ طوری نمی شود به خدا. ما باید به خودمان زحمت بدهیم و با تقلیل واردات و توسعه صادرات موجودی ارز را بالا ببریم. روز بعدش هم در جلسه تجار وارد کننده صحبت کرد. هموطنان محترم، هنگامی استقلال و اساس کشور ما پابرجا و استوار خواهد ماند که مردم در رفاه و آسایش باشند. اگر در مملکت ناراحتی و کمبود جنس وجود داشته باشد، مردم به سطوح می آیند. وقتی هم به سطوح بیایند، عصیان می کنند. بنابراین دولت برای شما که تجار وارد کننده هستید، باید اعتبارات ارزی باز کند و برای ورود اجناس تسهیلات لازم به عمل بیاورد. زیرا کمبود جنس موجب تولید بازار سیاه می شود، قیمتها بالا می رود. قاچاق رواج پیدا می کند و هزار بدبختی دیگر دامن ما را می گیرد. هموطنان محترم، به نظر من توسعه واردات از همه چیز لازمتر است. آنهایی که می‌خواهند جلوی واردات را بگیرند، تولید داخلی و صادرات را توسعه بدهند، از اقتصاد و تجارت یک ذره اطلاع ندارند. اگر ما از کشوری جنس نخریم، مگر آنها دیوانه هستند از ما جنس تحویل بگیرند؟ از آنها اتومبیل، اسباب بازی، دارو، پارچه و این و آن را نگیریم؟ از ما خشکبار و خاربار نمیخرند. از قدیم گفتند به دبستان. یک روز دیگه رفت در اتحادیه مستاجرین صحبت کرد. هموطنان محترم، مهمترین مشکل در مملکت ما مسئله مسکن است. اولین کار ما این است که این مسئله را حل کنیم. دوران قدرت و زورگویی صاحب خانه ها سپری شده. من خوب می‌دانم هموطنان محترم من از دست صاحب خانه ها چه می‌کشند. رفتار صاحب خانه ها عادلانه نیست. وقت آن رسیده که باید وضع آنها را تعدیل کرد. هموطنان محترم، اگر میان خانه هایی که این بی انصاف ها از هر اتاق آن ماهی 600 لیره اجاره می‌گیرند، گاو و گوسفند ببندید، آنجا نمی‌مانند. این درست نیست. در کشورهای مترقی میزان کرایه خانه نباید بیش از 10% درآمد یک شخص باشد. یک هموطن که 600 لیره کرایه خانه میدهد، درآمد ماهیانه‌اش لااقل باید به 6000 لیره برسد. اما کو این درآمد؟ این بی انصافی است. هموطنان ما به خاطر همین بی انصافی صاحب خانه ها ازدواج نمی کنند. ناراحتی از این بالاتر؟ مطمئن باشید به همین زودی به عملیات خلافکارانه صاحب خانه ها خاتمه خواهیم داد. روز بعدش در اجتماع صاحب خانه ها سخنرانی داشت. هموطنان محترم، مژده می دهم که به زودی از تجاوز راحت خواهید شد. این درست نیست که همه چیز در مملکت 100 برابر ترقی کرده باشد ولی اجاره خانه به همان میزان سابق باقی بماند. این عمل از نظر شرع و عرف غلط است. ما برای از بین بردن بی‌عدالتی کوشش خواهیم کرد. یک مالک بیچاره که با 1000 خون جگر ملکی تهیه کرده، آن را به یک نفر اجاره می دهد که خرج زندگیش بکند. اما مستاجر بی انصاف 1000 خرابی در ملک به بار می آورد. مبلغی هم که می پردازد به اندازه مالیات خانه نیست. تازه مالک بیچاره حتی حق ندارد مستاجرش را بیرون بکند. این قانون ظلم و جور باید از بین برود. توی حزبی که در انتخابات شکست خورده بود اینجور صحبت کرد. هموطنان محترم، ما به افکار مخالفین احترام می‌گذاریم،
همه برای پیشرفت یک مملکت و یک ملت کوشش می‌کنیم. در میان ما هیچ وقت جدایی نیست و بعد از این هم هرگز جدایی پیش نخواهد آمد. هموطنان محترم، این اختلافات حزبی را کنار بگذاریم. دست به دست هم بدهیم و شانه به شانه هم برای پیشرفت مملکتمان پیش برویم. فردای اون روز در حزب خودش که در انتخابات برنده شده بود نطق کرد: هموطنان محترم، آن بدبخت ها، نمک به حرام ها، جاهل ها، نمیدانم چی ها بدانند با این تقلب ها، خرابکاری ها، درویی ها نمی توانند خدمتگزاران واقعی را مغلوب کنند و تکیه بر جای بزرگان بزنند. زن عزیزم، هموطن محترمم، خدا مرگم بدهد اگر غیر از تو به زنی نگاه کنم. چی داری میگی؟ پس اون زن چی میشه؟ هموطن عزیز، آنها آبن، میرن. تو ریگی، میمانی، ستون این خانواده تویی. هموطن محترم، باور کن. زن عزیزم، راست میگویم. سیاستمدار رفت توی اتاق خوابش، صورتش رو توی آینه بزرگ نگاه کرد. از قیافه خودش بدش اومد. ترسید. این صورت یک دیو بود. با تعجب گفت: صورت من، هموطنان محترم، هموطن محترم. صدای بلندی شنیده شد. آینه بزرگ تیکه تیکه شد. خانم که داشت بیگودی به موهاش میبست به طرف اتاق دوید. در قفل بود. با مشت به در کوبید و جیغ کشید: آقا، آقا، آقا. هرچی صدا کرد جواب نیومد. افتاد پشت در غش کرد. اما از داخل هنوز صدایی شبیه ناله به گوش میرسید که میگفت: هموطن محترم، هموطن محترم، هموطن محترم. نطق‌های انتخاباتی. هنگامی که برای چندمین دفعه از زندان مرخص شدم، نه پول داشتم، نه کار و حرفه‌ای بلد بودم، نه فامیل و دوست و آشنایی داشتم که 2-3 روزی ازم پذیرایی کنه تا تکلیفم روشن بشه. مدتی بی هدف و سرگردون توی کوچه ها پرسه زدم. بعدشم رفتم تو قهوه خونه‌ای که پاتوق شعرا، سیاستمدارها و کارچاق هاست یک استکان چایی بخورم. تو قهوه خونه یکی از همسلولهای قدیمیم رو دیدم. پرسید: کی آزاد شدی؟ گفتم: امروز. چی کار میخوای بکنی؟ جواب دادم: هیچ. چطور هیچ؟ کاری بلد نیستم. میخوای برگردی اون تو؟ نه. از بس تو زندون خوابیدم پوسیدم. گفت: فردا صبح با یکی از رفقام آشنات میکنم. اون به وجود آدمی مثل تو احتیاج داره. فردا رفتم پیش دوستش. منو با اون آشنا کرد و قرار شد با هم کار کنیم. این آقا کفاش زنان دوز بود. کفش‌های زیادی به طور کنترات به بازار میداد. منو برای کفش فروشی نمیخواست، بلکه قضیه خیلی مهمتر بود. اون روزها دموکراسی کم کم داشت در کشور رواج پیدا میکرد. همه میخواستند وکیل و وزیر بشند تا هر چه زودتر مملکت رو از سقوط و نیستی نجات بدن. دوست رفیق من هم خودش رو کاندیدای منفردین معرفی کرده بود و به دنبال کسی میگشت تا براش نطق‌های آتشین و مقاله‌های اجتماعی بنویسه تا اون به نام خودش به خلق الله غالب کنه. من بهترین کسی بودم که میتونستم این برنامه رو برای اون انجام بدم. به همین جهت بدون فوت وقت منو با حقوق مکفی ولی به طور موقت تا پایان انتخابات استخدام کرد و قرار شد برای هر نطق 10 لیره و برای مقاله 20 لیره بپردازه. اون میگفت:
در سراسر مملکت هزاران کارگر مرا به اسم و رسم می شناسند. من وکیل کارگران هستم و تا آخرین قطره خونم از حقوق آنها دفاع خواهم کرد. اگر ثلث کارگرها هم به من رأی بدهند، موفقیت من قطعی است. همکاری ما آغاز شد و من اولین نطق آتشین نماینده کارگران را تهیه کردم. تا اونجا که به خاطر دارم چنین مطلبی رو در اون گنجوندم: ای کارگران عزیز که صنعت مملکت در ید قدرت شماست. شمایی که حق ندارید حتی یک جفت از محصولات جوراب هایی که به دست خودتان بافته می شود بپوشید. به اطراف خود نگاه کنید تا ببینید دیگران از دسترنج شماها چه آپارتمان ها و ویلاها و ماشین هایی تهیه کردند. دیگر کار کردن برای دیگران کافی است. باید هرچه زودتر بساط ظلم و شکنجه کسانی که شما را استثمار کردند برچیده شود و شما در مورد منافع کارگاه‌ها و کارخانجات سهیم شوید. البته قبلنها نمیشد از این حرفا زد. ولی پس از پیشرفت دموکراسی شناختن حقوق کارگران آزاد شد. صاحب کارخانه نطق مرا پسندید. خیلی خوشش اومد و 10 لیره به من داد. خدا برکتش بده. این روزها 10 لیره خیلی پول بود. من روی داستانهام 3 تا 5 لیره می گرفتم. و اگه نطقها مشتری داشت حاضر بودم روزی 10-20 تا بنویسم. اربابم میخواست نطق رو حفظ کنه. ولی نه سواد داشت نه هوش و حافظه داشت. جملات رو عوضی میگفت. یک کمدی از کار در می اومد. قرار شد 10 لیره هم اضافه بگیرم و نطق رو توی کلش جا بدم. به هر زحمتی بود جمله ها رو یادش دادم. وقتی خوب از حفظ شد جلسه ترتیب داد و از کارگران و زحمتکشان دعوت کرد تا براشون نطق کنه. بدبختانه هنوز جمله 4 و 5 رو نگفته بود که از طرف پلیس بازداشت شد و تحویل مقامات انتظامی قرار گرفت. در اونجا اونو تحت فشار گذاشتند تا اسم و آدرس نویسنده نطق رو بگه. ولی چون میدونست اگه اسم منو بگه کارش خرابتر میشه، گفت یکی از نامه‌نویس‌های جلوی پستخونه نوشته. با این ترتیب و به علت اینکه کار و نشانی اون روشن بود و در بانک اعتبار داشت و چک‌های بزرگ میکشید، یک هموطن با شرافت شناخته و آزاد شد. پس از آزادی 4-5 تا نطق آتشین به من سفارش داد و 20 لیره بیعانه اونها رو نقداً پرداخت کرد. من نطق‌هایی رو برای اون تهیه کردم که هر آدم سنگدلی رو تکون میداد. ولی وکیل شدن که تنها به نطق و بیان و فهم و شعور بستگی نداره. با اینکه همکار من از خیلی ها عاقل‌تر و چیز فهمتر بود در انتخابات پیروز نشد. ولی همکاری ما سالها ادامه پیدا کرد. هر وقت اون احتیاج به نطق و مقاله داشت یک راست به سراغ من می اومد. حتی هنگام عروسی دخترش چون داماد از خانواده سرشناس بود به من یک نطق خانوادگی سفارش داد. میخواست شخصیت ادبی و اجتماعی خودش رو طی نطق جالبی به رخ فامیل داماد بکشه. چون موضوع حائز اهمیت بود من هم سنگ تموم گذاشتم و نطق بسیار مهم و جالبی براش تهیه کردم. ارباب به قدری از این نطق خوشش اومد که به جای 20 لیره همیشگی این بار 50 لیره به من داد. اما وضع منم با سابق فرق کرده بود. حالا برای هر داستان 100 لیره اون هم با منت قبول می کردم. به همین جهت پول رو ازش نگرفتم. بابا خیال کرد تعارف می کنم، اصرار کرد. گفت اگه نگیری دلخور میشم و دیگه پیشت نمیام. بهش گفتم اختیار دارین، قابل نداره. هر وقت دلتون خواست تشریف بیاری. بعدها شنیدم ایراد اون نطق در مجلس عروسی موجب کلی سرگرمی و خنده و تفریح حضار شده.
چون کاندیدای منفرد با اینکه چندین بار قبلا تمرین کرده بود، شب عروسی متن نطق رو فراموش میکنه و مجبور میشه حرفای عجیب و غریبی بزنه. حضار به قدری میخندن که بعضیها به دلدرد مبتلا میشن و چند نفر هم خودشون رو خراب میکنن. باز روزی از روزها به سراغم اومد و گفت: دستم به دامنت، پسرم 5 سال رفته آلمان، قراره امسال مهندس بشه. یه نامه نوشته و ننه من غریبم در آورده، میخواد تحصیلشو ناتموم بگذاره و برگرده. هرچی بهش نامه نوشتم این سال رو هم صبر کن، به خرجش نرفته. یه مقاله‌ای، شعری، چیزی براش بنویس، شاید مؤثر واقع بشه. چند تا از نامه‌های پسرش رو همراه خودش آورده بود. وقتی نامه‌ها رو خوندم فهمیدم در مدت این 5 سال یک کلمه درس نخونده هیچ. اگه 50 سال دیگه هم خارج باشه از مهندس شدن خبری نیست و منظورش اینه که پول بیشتری از باباش بگیره. مقاله مناسبی پر از اشعار مهیج نوشتم و بهش دادم. این دفعه هم خواست پول بده، نگرفتم. گفت: خواهش میکنم قبول کنین و الا دیگه نمیام پیشتون. گفتم: قابل نداره. شما در ایامی که من خیلی به پول احتیاج داشتم به من کمک کردین. هر وقت کار دارین تشریف بیارین، به شرطی که صحبت پول رو نکنین. سالهای سال از اون بیخبر بودم تا اینکه چند روز پیش با چشم گریون سراغم اومد و گفت: پدرزنم عمرشو به شما داده. گفتم: تسلیت میگم، انشالله که همه آخرتون باشه. گفت: فردا صبح جنازه رو تشییع میکنیم. بسیار خوب، حتما در مراسم شرکت میکنم. اومدم ازتون خواهش کنم یه نطقی تهیه کنین سر مزارش ایراد بشه. با وجود اینکه خیلی کار داشتم ولی نخواستم جواب رد بهش بدم. گفتم: چشم، تهیه میکنم، عصری بیا بگیر. گفت: ولی میخوام خواهش کنم خودتون زحمتشو بکشین نطق کنین. چی؟ من نطق کنم؟ مگه ممکنه؟ من اصلا اون خدا بیامرز رو نمیشناسم. خواهش میکنم. نطق کردن شما برای من و پدرزن مرحومم افتخاره. فهمیدم دست بردار نیست و میخواد از این طریق برای خودش تبلیغات بکنه. از اونجایی که آدم پررویی نیستم و دلم نمیاد کسی رو از خودم برنجونم و از طرفی با یادآوری زمانی که با 10 لیره براش نطق انتخاباتی می نوشتم، اگه حالا که شخص معروفی شدم ننویسم گمان میکنه آدم بیچشم و رویی هستم. گفتم: بسیار خوب، حرفی ندارم، ولی بگو ببینم پدرزنت چه مشخصاتی داشت و چه کاره بود؟ گفت: چی بگم؟ زندگیشو تعریف کن. خدا بیامرز از گردن کلفتای بنام بود. خیال کردم منظورش از گردن کلفت پولدار و سیاستمدار و با نفوذه. پرسیدم: با این همه نفوذی که مرحوم پدر خانم در دستگاه‌های دولتی داشت، چطور شما در انتخابات موفق نشدین؟ خنده بلندی کرد و جواب داد: نه اونجور گردن کلفت، چاقوکشو بزن بهادر بود. چندین بار از سربازخونه فرار کرده. چندین مرتبه به اتهام دعوا و آدمکشی به زندون افتاده. خدا بیامرز از اون شر و شورا بود که نگو. حرفش رو قطع کردم و گفتم: بر سر مزار چنین آدمی من چه نطقی میتونم بکنم؟ گفت: غیر از شما کار کسی دیگه نیست. به خاطر دوستیمونم که شده خواهش منو رد نکن. فردای اون روز به مسجدی که قرار بود جنازه از اونجا حرکت داده بشه رفتم.
غیر از جنازه اون 5 تا جنازه دیگه هم بود. تمام تابوت‌ها غرق در گل بودند. مسجد اونقدر شلوغ بود که کسی رو نمیشناخت. توی این ازدحام سوار یکی از ماشین‌ها شدم و به طرف گورستان به راه افتادیم. تو نگو که من اشتباهی سوار ماشینی که مربوط به جنازه ما نبود شدم. وقتی به گورستان رسیدیم و مراسم کفن و دفن تموم شد، قاری‌ها مشغول تلاوت قرآن شدند. هر قدر دنبال دوستم گشتم اونو پیدا نکردم. گمون کردم دنبال انجام کار مجلس ختم و سایر مراسم رفته. لابد تا موقع نطق من میاد. البته بعداً فهمیدم که این جنازه مربوط به یکی از خانم‌های خیر و ثروتمند و مادر چند جوان رعناست که هر کدوم یکی از ارکان اصلی کشور هستند. به همین جهت دسته‌گل‌های بزرگی آورده بودند و جمعیت زیادی اومده بودند. ولی من بیچاره و از همه جا غافل همش در فکر ایراد نطق مناسبی بودم. چنان فکرم مغشوش بود که حتی توجهی به حرفای نماینده اتاق بازرگانی، نماینده مجلس و نماینده اصناف نکردم. هنگامی که صحبت اونها تموم شد، من خودم رو روی صندلی که کنار معذور بود رسوندم و نطقم رو با این جملات شروع کردم. مرحوم مغفور خلداشیان از چهره‌های درخشان ورزش کشور بود که در رشته چاقو بازی رکورددار کشور به حساب می آمد. جمعیت شروع به همهمه و پچ پچ کردند، ولی من اصلاً توجه نکردم و ادامه دادم. مرحوم از وطن پرستان به نام مملکت بود و 10 سال تمام از عمر گرانبهایش را در سربازخانه ها و خدمت به میهن گذراند. گفتگو همه بیشتر شد و جملاتی مثل این دیگه کیه؟ خفه شو! بیرونش کنین! این حرفها به گوشم رسید، ولی من گوشم بدهکار نبود و ادامه دادم. مرحوم جنت مکان در زمان فترت دموکراسی سالیان دراز در زندان به سر برده. حضار مشت‌های گره کرده حواله‌ام می‌کردند. چیزی نمونده بود که حسابی گند کار در بیاد که کاندیدای منفرد چون فرشته‌ای برای نجاتم رسید و گفت بابا کجایی 2 ساعت دنبالت می‌گردم. جنازه ما این نیست. دسته‌گل‌های ما عوض شده. 2 تا دسته‌گل‌ها رو دوستم برداشت و 2 تا رو من برداشتم و با عجله بر قبر پدرزن اون رفتیم. ولی کسی اونجا نبود تا من نطق کنم. پس از گذاشتن گل‌ها بر روی قبر پدرزن دوستم و دادن مقداری پول به گداها، به اتفاق از در بزرگ گورستان بیرون اومدیم و به طرف شهر راه افتادیم. در بین راه دوستم روی کرد به من و گفت حیف شد که نتونستید نطق کنید. گفتم چیکار کنم؟ گل‌ها، تاکسی‌ها، مردم، علل خصوص جنازه ها به هم قاطی شدند. این بود که نتونستم کاری بکنم. و الا نطقی می‌کردم که دهان همه باز بمونه. میتونم ازتون یه خواهشی بکنم؟ بفرمایید. ممکنه این نطق رو توی یکی از روزنامه‌ها چاپ کنین؟ برای اینکه بتونم از دستش خلاص بشم گفتم البته اگه شما هم نمیگفتین خودم این کار رو میکردم. وقتی از ماشین پیاده شدیم و خواستیم خداحافظی کنیم گفت میخواستم یه چیزی بگم. بفرمایید، گوش میکنم. راستش جنازه پدرزن من با اون خانم اشتباه شده بود. وقتی میخواستن جنازه رو تو قبر بگذارن فهمیدیم، ولی اگه صداشو در بیاریم افتضاح میشه. تو روی قبر رو نگاه کن، چیکار به توش داری؟ پایان. بهمن 1400. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید.